وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. چول داری عبدالله؟ اخی ابو عبدالرحمن آه اخی همین یوتیوب دارد. اخی ابو مریم چی سر میتیم پراموی فیل بابار که نمیدونم که پیراموی فرسم هم تو میدونم که پیراموی فرسم میتونم. نه اونجا با اخی اونجا دا چی میشوه اگ اووزی کدوم الله هدایت میکنه می نویسه سبحان الله در دوام اووزی شیخ ترخ 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 کلاویتور اووزی چخ 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 میشد میتیم اونا بگل ننویسه دا وقتی اووزی شیخ هم میگم هم جای نوشته که چکننده یعنی بیزوش نوشته. امور زوک شبک شانس سبحان الله وقتی مو مثل وقتی انسانو سحر گوش میکنن سبحان الله هم خد اوز شیخ در میشد میتیا کی تمام. السلام علیکم و رحمت الله پایان داریم اخی شاید باید این نوشتگی بود برادرام ندونم خودشون. تمام اخی با شما چیر و براسون انشاءالله میشم تمام من اخی الله اشتم میکرد تو شیخ اومدن اجماع علما در تکفیر اوزیرو رو راحت بکنیم چند بکنه اخی ما پایان گوش میکنیم انشاءالله. اوزیری السلام های دین علیکم و خودت رحمت الله قاتل. و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دین الله فروختم، مسلمان های طاغوت فروختن و قاتلان هستن. ابوبکر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخی سوزی خوبی؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله خوبم، شما خوبه نستین؟ باز الحمدلله. اخی جان میخواستیم چی کنیم؟ بپرسیم از شما که همین درس رو ما انتظاریم در تلگرام برای که ما هر شب نمیتونیم گوش کنیم و سیگر سختی ولی انتظاریم که ما در تلگرام پسر فرسونه درس رو گوش کنیم. اخی یکی نمونید سختی ولی انتظاریم که ما در تلگرام انشالله پسر شکر همی فرسونه گوش کنیم. شما در یوتیوب پریامو افره گوش که در یوتیوب است که یوتیوب کدام کانال ده اخی جان؟ کانال نداری؟ نمیدونم اوزن همین کانال ساز پدیلیت میکنن برادر. پریامو افره است. خب جزاک الله خیرا. جزاک الله خیرا. فی امان الله. ایاک. بارک الله فیکم. و کافر بودن اوزیری ها اجماع امت را تو شیخ اومدن خوندن بگیریم الله اشتباه میکنم. شیخ اومدن های بگیریم برادران. بسم الله الرحمن الرحیم. حکم اوزیری های مشرک از سخن های علما. سخن یکم. شیخ سلیمان ابن عبدالله رحمه الله گفت هر کسی شک داشته باشد در کفر آنها کافران یا جاهل باشد به کفر آنها به او بیان کرده می شود ادله از کتاب الله و سنت رسولش صلی الله علیه وسلم بر کفر آنها و اگر بعد از این هم شک و یا تردد نماید پس او خود کافر است به اجماع همه علما که هر کسی به کفر کافر شک نماید پس او خود کافر است. الله اکبر. کافر پیرو گفته میشه در نزد مدخلی ها و آزری های پلید. اگر مثلا یک تا کفر کرده الله را دشنام کردید این کدی کافر نمیشید. در برابر الله را دشنام کردن یک کار دیگر کردن با دروغ هم شموریدن نکن بعد کافر میشید. یا که همون هم کافر نمیشید تا اینکه من فهمیدم من همین گپم کفر است همین من دروغ میشمورم گوید بعد سونی کافر میشید. فهمدید سادت این آزری های پلید چخیل دروغگو هستند چخیل عقل سالم میخوام به عقل بکنند دیگر طرف بکشند. لعنه الله نابودشان بکرد که دین الله را فروختند و گفتند که قبر پرستا مسلمان است سنگ پرستا مسلمان است حتی قبر پرست گفتند در نزد الله حجر میگیرد. الله میگه که و انه من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. هر کسی که شرک به الله میورزد جنت برای او حرام است و مأواه النار و جایگاهشون جهنم است.
اما آذری ها آمده میگن که نیوی جنتی هست. این دروغ شماریدن آیت الله نیست میگن. و دومین سخن علما، حکم بسم الله الرحمن الرحیم، حکم آذری مشرک از سخنهای علما. سخن دوم، ابوالبطین رحمه الله گفت شخص بگوید که هر کسی که شهادتین را نطق کرد و نماز خواند این چنین انسان را تکفیر نمودن جایز نیست، حتی اگر غیر الله را عبادت نماید، پس او خود آذری کافر است. و هر کسی شک نماید در کفر او پس او کافر است، زیرا گوینده این سخن آذری مکذب، دروغ شمارنده الله تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم و اجماع مسلمان است. الله اکبر. اجماع رو گفته شدند، ابوبکر اجماع رو نقل کرده شدند که آذری های دین فروش کافر هستند، دین الله رو فروختند. و امروز آذری ها در برابر آذری بودنشون طاغوت پرستی مجوسی هم هستند. و امام بخاری رحمه الله میگن که این جهمی ها میگن بدتر از یهود و نصارا است. علیکم السلام و رحمت الله. آشناش خیلی آشنا. خوبم، شما خیلی خیلی خوبیم. صحتتون خیلی الحمدلله. علیت که شیخ کمی شیخ باید چانه بیاد یک شیخ از وجه نمیدن از میبیان گفتم نمیدونم از استودنت یا که در اونجا هستن نه 56 کسی است والله الان از اینجا میبیان یک برادر دم خودش کرد که سوال کن. ما گفتم من شیخ گفتم اینجا برم آدم این آوازی میبیان گفت اینجا باید برم اونجا میبیان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ خود درس قول امام بربهری ذکر کردم در زیر نمو میگه که میگه کسی که میگه اگر سبحان الله میگه که در شیر واقع شو وای کفر به طاغوت نداره میگه کافر است. میگه فهمیدی کسی تکفیر نکنه فوا مثل هم میگه این قولا را وزیرا نمیخونه. فهمیدی اخی؟ بله علی جان اینجا فرید شما برادر این ده هم بگذاری علی جان ده هم بگذاری. سلام علیکم. شیخ بالا باره ابوبکر این ششم بگذاری. شیخ بالا باره. سبحان الله. یک گرم نیستی الله ایساتون کنه. شیخ این چی نام الله ایساتون İspet karşımında kadın şu kim abi bıraksam ben. شيخ بوكي ندر هذا قرنا شوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ كيف حالكم؟ حياك الله أخي الكريم وبارك الله فيك. كيف أنت يا أخي؟ طيب إن شاء الله الأمور والدراسة والتحقيق كل شيء طيب؟ الحمد لله يا أخي كل شيء طيب أخي. وأنت يا شيخ؟ الحمد لله بخير وعافية الحمد لله. ماذا تدرس الآن؟ ماذا برنامجك؟ ماذا أي كتاب تدرس عند أي شيخ؟ ماذا تفعل يعني بارك الله فيك؟ ما تقول شيخ لكي ما يعرف معناك بالنسبة للأمر ولكن قد أدرس الآن حفظ القرآن يا أخي. ممتاز بارك الله فيك. حفظك الله ورعاك يا أخي. انتهيت الحمد لله مركز اللغة العربية الحمد لله. ممتاز بارك الله فيك. هذا جيد. نفع الله بك. مطلب زرد خوب است که چجال وقت پلوت نزننده اینجا هست دادم کنی بولو بریم گویم آخر جای بیچی به نشدیست بی جالب کو برami برادری شد این سبزگاری خاص انا جبزگاری چه انا الله يستر حياك الله باور ازم سخت دیر نکنید من کانتر من کتابی دیروزی کانتر دیگر شرطیه میشه الله بعد بوسی بعد نکنید شیخ همون درد یک کمی اصولی سیتار درد که سبدن انمی راستی ما یک کم طرف همون خوم برده شیخ همین جواز ما هم مطرح کنم یا برامون یک بار ترجمه کنید شیخ با یک سوال یک برادری تاجیلی داده ساز هم که کتاب ما برای شما متن اول بود شیخ. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبین جزاک الله خیر. بهترین استاد همین 4-5 روز برام همین فقط وچرت بگیرم نمیشه ما همین در میدان هستم و همین وقت دینم همین وقتی سوالتی اومد ما وقتی تلفن را بجا کردن من اومد سوال نشد همین بعد همین
سوال برادر را جواب میدیم باید سوال ما را جواب میدیم برای حاضر خودش همین سوال نتید برادر سخنهای از این طرف مختصرتر کرده بسم الله حاضر بتید برادر. خب جزاک الله خیرا. خب همین نشاط عقیده صوفی ها هستند که ذکر دارن رقص میکنند ذکرشون. بله. بر همین یگان کس برای همین عملشون تکفیر کرده میشه همون رایونه؟ نه این عمل بدعی است. برای رقص کردن و برای ذکرهای بدعتی یگان نفر از علما صوفی ها را تکفیر نکردن به همین سبب شده. سبب بگم مناط یعنی حکم به بالای همون اثبات کردن مناط. سبب بگم تکفیر اونها یا مناط تکفیر صوفی در ذکر بدعتی اونها یا در رقص اونها یا در مولود اینها نیست. اگر مولودی مثلا به شرکی باشد، زیرا که بعضی از صوفی ها در مولودش شرک میکنند. سبب اینها این است که قبوری است. صوفی ها قبر پرست است. قبر پرست به این معنا که استغاثه کردن به غیر الله از اولیاء صالحین جایز میگد. درباره دوم مناطش لا اله الا الله معناش فقط ربوبیت میگد، الوهیت نیست میگد. سومش جایز میدوند همین قبر پرستی. چهارمش میگد که همین دنیای کی نگه دارد؟ اقطاب میگد. اینها شیخو دارد، درباره شیخش غلو کرده است. اوتاد است و اقطاب است و همین نمودهاش کتی. فهمیدید؟ رزق دهنده هم همون اقطابی که چهار قطب زمین بیسوده است و زمین لرزوندن و شمال دست اینو اعوذ بالله انا اینو است. اما رقص این یک بدعت است، یک شرمندگی برای صوفی است، یک دیوانگی است، البته یک گناه خیلی بزرگ است، اما تکفیر کرده نمی شود در این الا در حالتی که در درون رقصش سجده کند. این مسئله دیگر است. ما فقط رقص بگوییم، سجده باشد این دیگر مسئله است. جزاک الله خیرا استاد. برای دیگر عملاش شما میدونید من کارپرستی اولو پرستی یا شما کورسی هستیم این ما در همین مکتشتیم صحبت نشد همین رقص شما من گفتم تا همین روزا یعنی اگه کس برای رقص شما تکفیر کرده نیست برای ذکر که ویل میکنن الحمدلله که خطا نکردیم در این حالت. بعد استاد یک سوال دیگه بود همین ما مقصد در بیرون خیش تور اطرافیان هستن بعضیش مقصد کارهای حرام میکنن یعنی با و پول حلال کار نمیکنن دیگه اما با من کمک کنن یکون دستگیری کنن یا یکون وقت من یکون چیز کمبودی شو اهمو زنگ در مبلغ پرسیدن ممکن است یا نه؟ بارک الله فیکم. احتیاج شوید، اگر احتیاج شوید و از همین چیز خودتون دور کنید بهتر است، افضل است. خیلی که اسماعیل السامانی رحمه الله، اسماعیل السامانی میدونید که امروز این هیکلش در سنتر تاجیکستان زدگی است، لیکن همه و همچنین به آدمی دیگر میزنه که از علمای اهل سنت است، یکی از حاکمای اهل سنت است. اسماعیل السامانی رحمه الله وقتی که اسماعیل السامانی رحمه الله وقتی که سفاری های شکست میدهند رئیس سفاری ها امر به یک مبلغ کلان به پیشش میاد، من این مبلغ گیر میگرد. اسماعیل السامانی میگن که نمیگیرم برای اینکه این مبلغ حرام است. بالاخره این منهج اهل سنت بود که چیزی حرام نمیگیرن، لیکن وقتی که ضرورت باشد مثلا شما دیگه آدم نیست، دیگر شرایط نیست، شرایط وضعی شدین اون از ضرورات و تبیح المحظورات هیچ بوکی ندارد در این حالت. بارک الله فیک. بله جزاک الله خیرا استاد. اسماعیل السامانی رو میدونم. بله من خودم در همین تاریخ اسلام کم در اخرام وقتا نبی اصل وقتش بسیاری بعد بخونم استوره را خوش روی زوجات بدنیم بعد با همین الله یسوع توش تو اسماعیل السامانی که استوره و الحمدلله الله یسوع برادر عزیزم وقت 20 سوال شما بود برادر عزیزم الله شما رو حفظ کنه. اگر یکی دیگر باشد با یکی دیگر سوال تیت اینقدر از این طرف اون طرف صحبت نکنید که خودش نیست شب است. برادر بسم الله. بعد میدونه چی میگم همین قسم سلطنتی وقتی که از روز که اسمان که سری خلیفت گرفت و از سال 1953 از هم ادنشین مو با همین سلطان سلیم یاوز سلطان سلیمان ولی کلم همینو خیلی ادنشین باید ما امور چی قبول کنیم. هر کسی که از اینها حکم الله اثبات کردن، حکم الله تطبیق کردن، تحقیق کردن، شرک و کفر که مبارزه بردن، البته ما اینا بهتری میدونیم و هر کسی که از اینها در بینشون بودن که کسایی که شرک و کفر منتشر کردن همین حکم اسلام الله رسول بولش تطبیق میکنه. و اولهای عثمانی و آخری دولت عثمانی این 600 سال وقت دارد و زیادتر از و یا کمتر از و این خیلی فرق میکند. آخرش دیگر است و اولش دیگر است. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا استاد. الله شما را حفظ کند، الله شما را نجات بدهد و همه برادرهای عظیم مصیبت رو نگه دارد. الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تمام بفرمایید. شما ابو یوسف بفرمایید، بعد این سوال جواب بعد از این میشه. دیگه برادرها مثلا دیگر طالب علم ها نه، دیگه برادرها فرام پویان. ابو یوسف بفرمایید. خب در امی متنی اولش خلاصه داخمه که ثم بعد هذا غلط فيها كثير من اذكياء. انا جل شيخ ياك اصول سته رو میگن. ايوه شيخ. تمام. اینجا بودیم که وقت جواب ثم بعد هذا غلط فيها ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. یعنی بعد از این بیانی که آشکار و واضح الله سبحانه و تعالی در قرآن و در سنت بیان کرد، همین 6 اصول غلطه از مغالطه یعنی آمیخته کردن یا که به خطاگی بردن بگیم. آمیخته با بهتر و افضلتر است. آمیخته کردند یعنی همین آشکار و واضحه، خیلی که در قرآن است هم خیلی آشکار و واضح نفهمیدن، بلکه آمیخته کردند و ناکامل و ناپوره نفهمیدن. بسیاری از اذکیای عالم، ذکی دانا، از داناهای عالم، یعنی دنیاده بوده انسان ها، داناها نفهمیدند، همون کسایی که خودشون از اسلام بنیسانید. و اقلاء بنی آدم، اقلاء کسایی که اهل عقل است، عاقلان فرزندان آدم، الا اقل القلیل، بجز اندک از انسان ها. این دلالت میکرد که با وجود واضح بودن این 6 چیز بسیار انسان ها بیخبر موندند و همین سبب بیخبر موندنیشون این فتنه ها به وجود اومد. از خوارج و از قدریه و از جهمیه و از مریسیه و از جاحزیه و کلابیه و ماتوریدیه و اشعریه و مدخلیه و بالاخره حزبیه و خوارج و رافضه و غیر ذلك. بارك الله فيك. فهمو شو برادرم؟ بله الله یستکنه شیخ. ها برادر سوالی گفت انا مهم دارم اگر که بعد درس باشه، بعد درس اگر بود بکنیم شیخ سوال شد. کین خب بفرمایید. یک دیگر سوال بسم الله بفرمایید. یک برادر میگه که انا یک جا مثلا در باب میگه که ما یک خواهی موحده رو اسخولی کرده، میگه خانم روزی، انا پدرش روزی، اهل بیت روزی، اما با مادر اما دختر با شوهرش 16 سال پیش الله اعلم جدا شده است. یعنی اون پدر نه دختر نگابین کرده است نه دستگیری کرده است در یگان مسائل. بعد 15 سال پس برادر بوده اسخولی میره، بعد 15 سال پس اسخولی مثلا خلاصت اما اسخولی میکنه، میگه محرم شم به ولیش زنگ بزنیم، زنگ میزنه این راضی نمیشه. فهمیدی؟ یعنی این پدر دختر یگام چیزا دستگیرش کرده نیست. دختر 15 سال هم که جدا شدگی دیگه سراغشون کرده نیست. اما حاضی انا پدرش یعنی در دین قوی نیست. این بود خواهر و برادر اینا هم مادرش راضی هستن، خواهر و برادر خیلی موحد هستن، راضی هستن. اما پدرش بعد 15 سال که نگاه نکرده دختر راضی نشده است. بارك الله فيك. البته که پدر است، پدر ولی هست. اگرچه از دختر جدا شده باشد هم، اگرچه از همون زن جدا شد، اگرچه از دختر جدا شد نگاه نکرد این و آن، لیکن بالاخره ولی پدر است. اما اگر پدر مسلمان باشد بعد ولی است، اما اگر مسلمان نباشد ولی شده نمیتواند. اما این پدر اگر ضعیف باشد و سست در دین باشد لیکن مسلمان باشد ولی است. یک علاج کنند این کتی گپ یک تکنند، طرف دو مود گپ زند ولی به یگون گپوی نقص کتی، یگون چیزی دیگر کتی، یگون پیشنهاد کنند، یک حرکت کنند، همه کسی که یک علاج کنند در این باب. بارک الله فیک. الله یسلمک. یعنی نگاه نکردنش سبب نمیشد که ولی از بهرش برآیند. من خیلی چند اخترش مثلا شو داده سراغ نکرده، بس خیلی شو رفت بدون یمین. الله اعلم. بارک الله فیکم. حرکت کنن که یک دو سه مرتبه خیلی به خوبی و به نیکی به چیزهای پیشنهادهای خوبی اون اون حرکت کنن. نیکی گفت بالاخره برادرش هست دیگه، باباش هست، عمکش هست، اینها یک مشورت کنن که برای دختر همین خوب باشد. دیگر ولی ها ولیگی کنن بکنن ندارن ان شاء الله. بارک الله فیکم. همین نماز میخونه است. خیلی خبر اومد که در عقیده هیچ دوست نیست، قوی نیست. الله اعلم. باز میگه نماز میخونه است. بوکه ندارد. نماز خوند مسلمان است. اگر مسلمان باشد ولی باید ولی باشد، لیکن وقتی که
بعضی قرینه ها که فهمیده شد که به قصد کرده شده است، به بدبینی کرده شده است و دختر از دادن میخواد، در این حالت قاضی البته که یک حکم قاضی چی است؟ ولی وقتی که به دختر خودش به زن خودش میخواد که قصد گیرد این و اون و شوهر کردن به اجازت نیست گفته از شوهر میدارد، در اینجا از حکم ولایت بیرون میشد، برای که این در اینجا ضرر رسونده شده است. اما دیگر ولی ها هستند که این ولی ها به کار میدارند، به مانند بابایش، به مانند اکویش، به مانند عمکش، دیگر مسلمان هایی که هستند. بارک الله فیک. الله یستون کنه. اما این 15 ساله که نگاه بین کردن نیست فقط مادر کرد، این یگون مونیه در چی نیست، بلگی نیست؟ نه نه این یگون مونیه نیست، مونیه نیست. بارک الله. الله یستون کنه. حیاک و بیاک و بارک الله فیک. الله المستعان. درسی والله علم چهارم است، یک دو سه، بله چهارم. محکم کنید همین بوله کنیم محکم فرور دمینه. بله جزاک الله خیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل السنة والجماعة، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه چهارم از شرح کتاب اصول السته، اصول ششگانه است. در حلقه گذشته در مدت 1 ساعت، البته خیلی در مدت طولانی، اصل اولی که در این کتاب شیخ الاسلام رحمه الله ذکر کرده اند بیان کردیم که اصل اول واضح ترین چیزی که در قرآن و سنت است چی است؟ التوحید است و ضد توحید الشرک است. برای چی ضد توحید هم ذکر شد؟ برای آنکه توحید همان وقت کامل می شود که ضدش را شناخته ترک بکنید. ضد توحید هم وقتی که در قرآن می بینید خیلی واضح ذکر شد. برای چی؟ برای کامل کردن توحید. پس هر کسی که خود را موحد بگوید، توحید را آموزد، اما از ضد توحید بیخبر باشد، این حالا توحید را نآموخته است. زیرا که الاشیاء یعرف بضدها، قاعده معروف در نزد اهل سنت و الجماعت است که هر چیز شناخته می شود با ضدش. همان وقت توحید انسان کامل می شود که شما ضد توحید شناسید که چی است، حقیقتش فهمید. از همین جهت الله سبحانه و تعالی در قرآن هم این اصل را که اصل اصول هاست، اصل همه اصل هاست، اولین و بزرگترین اصل دین است، این التوحید، آشکار و واضح بیان کرد از اول تا آخر قرآن. و ضد توحید که شرک است و کفر اکبر است، از اول تا آخر قرآن آشکار و واضح بیان کرد. و هر کسی که از توحید جاهل ماند و بیخبر ماند، الله او را در روز قیامت از شفاعت محروم اعلان کرد. جاهل در توحید را الله حکم به کفر کرد و گفت الا من شهد بالحق و هم یعلمون. همون کسان در روز قیامت شفاعت میشن که شهادت دادن به حق در حالتی که میدانند، معنای همون شهادت دادهشون میدانند، یعنی کلمه خالی و پوچ نبود. برای من الله امر کرد، اول واضح و آشکار در قرآن توحید بیان کرد و بعد از این امر کرد و گفت فعلم انه لا اله الا الله، بدون ای بنده که نیست معبودی بر حق بجز الله. بخوان، بدون، بیاموز، گفتگو بکن. نفهمیدم گفتن، ندانستم گفتن در مسئله توحید عذر نیست، جهل عذر نیست. جاهل در توحید کافر است. من مقلدی فلان ملا بودم گفتن و به توحید موندن و ضد توحید کار کردن عذر نیست. مقلد بودن در باب توحید عذر نیست. مقلد شدی و شرک کردی، مشرک هستی. تعویل کردم و خطا کردم و توحید ضدش به کار کردم، من معذور هستم گفتم، مثل عذری و خطا عذر میگن، عذر نیست. شخلی که ابن منده میگن المخطئ فی التوحید کالمعاند، خطا کننده در توحید به مانند معاند، دیده و دانسته دشمنی کردن است.
الله تو را امر کرد که بدانی و بدون اولین فرض الله به تو ای بنده الله این توحید است که کفر به طاغوت و ایمان به الله است و توحید دو رکن دارد که کفر به طاغوت و ایمان به الله است و محمد رسول الله توحید المتابعه است. محروم ترین انسان است که از واضح ترین اصلی که الله بیان کرده است، اصل دین تمام اصول ها به این باز میگردد، از توحید محروم باشد. هلاک گشته ترین انسان همون انسانی که از توحید دور شده است، هلاک گشته است. و شرک را هم بیاموز که بدون آموختن شرک، بدون فهمیدن شرک، توحید تو به وجود نمی آید. زیرا وقتی که شرک را نشناختی و شرک را اسلام گفتی، از این میبرد که توحید را نشناختی. توحید را که نفهمیدی و نشناختی، تو مسلمان نیستی. شرک را بشناس و این چنین بفهم که از شرک براءت کردن برای تو فرض است و پیش از شرک براءت کردن از مشرک باید براءت بکنی. براءت کردن از مشرک به تو فرض است. یعنی کفر بالطاغوت است. کفر بالطاغوت، براءت از شرک و از کفر اکبر و براءت از مشرکین و کافرین. اما کدامش مقدم است؟ مقدم باید از مشرکین پیش از شرک باید براءت بکنی. برای چی؟ برای که ملت ابراهیم علیه السلام همین بود و این یقین انسان را نشان میدهد. هر کسی که براءت از مشرکین میکند از این فهمیده میشه که این براءت از شرک دارد. اما هر کسی که فقط براءت از شرک میکند اما از مشرکین نمیکند، این حالا اسلام ندارد. خیلی که شیخ الاسلام رحمه الله ذکر کرد. بمانند امروزه آذری ها میگد که من از قبر پرستی بیزار هستم، من براءت کردم، قبر پرستی کفر است و شرک است. لیکن مشرکی که قبر پرستی میکند میگد که این مسلمان است، جاهل است، بیچاره است، قلبش مسلمان است. بالاخره باز همون انسانی که شرک اکبر را میکند همون رو برادر و موالات میکند و از یک چند جهت به شرک اکبر واقع میشد. از جهت نداشتن ملت ابراهیم، از جهت نداشتن کفر بالطاغوت، از جهت نفهمیدن اسلام، از جهت اعتقاد کردن اینکه اسلام و شرک در یک جا جمع میشود، از جهت اینکه تکذیب الله و رسول کرده است و غیره و غیره. این ببینید ششاف مناط کفرش. بالاخره ما بیان کردیم در حلقه گذشته که اصل اصول توحید است. ای حاجی، ای نمازخوان، ای عبادت کننده و زکات دهنده، ای تاجر، ای بنام مسلمان که امروز شب روز در ذکر و دعای و قرائت و حج و صدقه هستی، اگر از توحید بیخبر باشی، از واضح ترین اصل دین بیخبر باشی، تو مسلمان نیستی. این عملهای تو به تو ذره فایده ندارد، زیرا که تو در اصل دین جاهل هستی. در اصل دین جاهل بودن کفر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و کافر شود به همون چیزهایی که غیر الله پرسته شد، بعد مسلمان میشه. و پیامبر گفتند من مات و هو یعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که بمیرد و بداند که نیست معبودی بر حق بجز الله، بعد داخل جنت میشد. اما افسوس که شیطان مردم خیلی فریب داد. اینقدر فریب داد که توحید اگر بگوید اینها میگن که این بی‌آدابی است. اعوذ بالله. شرک گوید، شرک نگو میگد، شرک گویه بس که میگد این بی‌آدابی است. و انسان مشرک است، این انسان شرک میکند، مشرک میشود، گوید نگو میگد. از کجا این بدبینی توحید؟ از شیطان است. شیطان عوض کرده است شرک را توحید، توحید را به شرک مبدل کرده و مردم را فریب داده است به چیزهایی که اساسی نیست، به چیزهای یک پایانتر مشغول کرده است. این یکی از فریب شیطان است. خیلی که علما میگن شیطان اگر خواهد که تو را از نماز دور کند، از نماز فرض تو را دور میکند، به نماز نفل میزند. تو را خواهد که شیطان از توحید دور کند، یک بار کافر کرده از دین بیرون نمیکند، اول تو را به جای توحید به ذکر میفرست. ذکر کرده توحید نمیآموزی، نماز میخونی، روزه میداری، اما توحید نمیآموزی. بعد از این آهسته آهسته به شرک میبرد. این زینه به زینه شیطان تو را یک چیزی که مفضول است به همون مشغول میکرد، افضل است تو فراموش میکرد. بالاخره برادرای عزیز، ای مسلمان ها، ای مادران، ای پدران، عمر مانده خود را دریغ شمارید. عمری که شما دارید به این عمرتون خیلی هم به یک
حالت قیمت بها نظر کرده حرکت بکنید که در همین وقتی که مونده است به شما به توحید چنگ بزنید. نجات در توحید است. واضح ترین چیز در قرآن در توحید است. اما دومین اصل که شیخ الاسلام گفتن که این بزرگترین اصل است، این اصل دیگر است. معذرت خواهی میکنم که کمی درباره اصل گذشته کمی صحبت کردیم، زیادتر شد، لیکن بالاخره مهم است که باید فهمیده شود. اصل دومی که شیخ الاسلام گفتند رحمه الله، اصل الثانی، اصل دوم، امر الله بالاجتماع فی الدین. الله امر کرد به اجتماع شدن در دین، یعنی همه یک جا جمع شدن در دین، اختلاف نکردن. الله این امر رو در قرآن گشته و برگشته کرد که شما همه در دین یک جا باشید، یک جا باشید، یک جا باشید، اختلاف نکنید. و نهی عن التفرق فيه، و این چنین الله خیلی هم نهی کرد، برحذر داشت، منع کرد، باز داشت از تفرق، از تفریقه در دین. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. و انمین امر الله را، الله انمین امرش را خیلی هم بیان واضح و آشکار و شافی و کافی و واضح کرد که مردم عوام هم میفهمند. حالی چی رسد عالم؟ برای فهمیدن توحید عالم شدن شرط نیست، برای فهمیدن شرک عالم شدن شرط نیست، برای اینکه همه باید اجتماع در یک جا دست جمع باشد، تفریقه نکند، این بیان الله را برای فهمیدن عالم شدن شرط نیست. این همین قدر واضح در قرآن ذکر شده است که هم یک مراتب قرآن ترجمه شخون، یک بعضی سوره های تفسیر شخون میفهمی. آشکار و واضح است، آشکار و واضح است. این قدر بیان کرده است که عوام، کسایی که طالب علم نیستند، عالم نیستند، یک تاجر است، یک دهقان است، میفهمد که این امر الله همین است. و نهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. الله ما نهی کرد که ما مثل پیش گذشته ها تفریقه نکنیم، مثل پیش گذشته هایی که تفریقه کردند، اختلاف کردند، هلاک یافتند، مثل اونها ما هم تفریقه کرده، اختلاف کرده، هلاک نیابیم. لیکن امروز بسیاری ها خطا میفهمند. وقتی که به توحید دعوت میکنیم میگن که این تفریقه هست. برای چی؟ برای که اونها در بالای شرک اجتماع کردند. همه یک قبیله بزرگ شرک اسلام گفته میگردند، توحید اسما و صفات تعطیل کردند، کفر شرک برفتند. همه بسیار مردم به همین کفر شرک دست زدند. وقتی که به بین اونها میگویی که این عملتون کفر است، شرک است، میگن که تو تفریقه میکنی. پیامبر از تفریقه باز داشتن، الله از تفریقه باز داشت. نه والله، تفریقه به سوی توحید دعوت کردن نیست. به سوی توحید دعوت کردن انمین اجتماع است. الله نگفت که شما در بالای شرک اجتماع کنید، الله نگفت که در بالای کفر شرک شما دست جمع باشید. الله گفت که شما در بالای قرآن و سنت با فهم سلف این امت اجتماع کنید. اگرچه اکثری مردم بر خلاف شما باشد، اونها گمراهند. هر کسی که به توحید مخالفت کند میلیون باشد کافر است، میلیارد باشد کافر است. کسی که در توحید است کم باشد، انمین است اجتماع، انمین است دست جمعی. بیاید ای مسلمان ها، بیاید به این امر واضح ترین الله که در قرآن بعد از توحید و بعد از بیان ضد توحید شرک آمده است، که این دست جمع بودن مسلمان ها است، دست جمع بودن اونها در بالای توحید، در بالای کتاب الله، سنت رسول الله، در اساس قرآن و سنت فهم سلف. بیاید دست جمع باشیم، بیاید یک جا باشیم، بیاید همه برادر مسلمان باشیم. همون نامی که الله به ما گذاشت، مسلمان باشیم. چرا شما قبول نمیکنید که در زیر قرآن و سنت با فهم سلفی این امت جمع باشیم؟ مشکل این است که اهل بدعت نمیخواهند جمع شدن به بالای قرآن و سنت با فهم سلفی این امت. الله المستعان. اونها میگن که نه، شما بیایید به ما یک جا شوید. حزبی میگن که به حزبی، صوفی به صوفیش، اشعری به اشعری متردیش، عذری به عذریش، خوارج میگن که به خوارجیش. مردم این گمراه ها میخوان که ما همراه اونها باشیم، قرآن و سنت ترک کنیم. و همین اینها اجتماع میگن. این اجتماع نیست، این ضلالت است، این عین تفریقه است. قسم به الله، اگر تمام دنیا مشرک باشد،
اینها اجتماع ندارند، اینها جمع دست جمع نیستند، اینها تفریقه نمینا دارند، اینها فتنه هستند. یک نفر اگر توحید باشه در همین است اجتماع یعنی جمع شدن در بالای قرآن و سنت با فهم سلفین. آیا تصور کرده میشد که الله امر کرده باشد که جمع شوید در بالای کفر شرک؟ هر کسی که بگوید که بله ممکن است جمع شدن در بالای کفر شرک، بیاید همه اگر کفر و شرک باشدن بیاید یک جا جمع شویم، این کفر اکبر است. چه که امروز وحدت الوجود، وحدت الادیان گفتن عقیده است. که الله امر میکنه مسلمان های به اجتماع یعنی دست جمع بودن در دین و نهاهم عن التفرق فيه و الله نهی میکند در تفرق و اختلاف در دین. و یزیده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. و باز این واضحیت رو، این آشکار و واضحیت و بیان شده رو باز سنت واضح‌تر میکند که چقدر جای تعجب است. اینقدر سنت واضح میکند مسئله جمع شدن رو، وحدت شدن رو در زیر قرآن و سنت با فهم سلفین اومد. از عجایب ترین عجایبات هاست. وقتی که سنت میخونی میبینی که چقدر پیامبر امر میکردن که دست جمع باشید. ثم صار الامر الى الافتراق في اصول الدين و فروعه. و بعد از اینکه زمانی پیامبر گذشت، خیر القرون گذشت، زمانی صحابه ها گذشت، در زمان تابعین آخر صحابه ها تفرق، یعنی بعضی از بنو مسلمان ها خوارج شدند، بعضی ها قدریه شدند، بعضی ها جهمی از جعد ابن درهم جهمی صحابان، بعضی ها معتزلی کلابی اویست. در عصر چهار بد قبوری ها هم به وجود آمدند. کفر و شرک واضح شد در عصر چهار. الله المستعان. افتراق، تفرق نه فقط در مسائل عادی بلکه در اصول دین با تفریقه به وجود آمد، در فروعش هم در تفریقه به وجود آمد. حالا که این اصول دین این توحید است، نباید کسی تفریقه داشته باشد. امروز جهلای هستند که به نام طالب علم ها، جهلا اینقدر جاهل هستند که فکر میکنند که در اصل دین چهار مذهب یا که سلف اختلاف داشتند یا صحابه اختلاف داشتند. اهل بدعت اشعری ماتریدی بسیار تاجیک ها را همچنین تعلیم دادن که اختلاف باقی ندارد، اختلاف صحابه میکردند، گویا که صحابه در اصل دین اختلاف میکردند. هر کسی بگوید که صحابگان در اصل دین اختلاف میکردند کافر است، مرتد است. در اصل دین در زمان صحابه، تابعین، تبع تابعین در بین مسلمان ها هیچ اختلافی نبود. در بین چهار مذهب هم در اصل دین هیچ اختلافی نبود. حتی در مسائل واجبات بزرگی اختلافی نبود. در مسائل فروعات و جزئیات بود. بله در بعضی از مسائل کمی بزرگتری که به مانند ایمان شد، اما در اصل دین مسائل دین وجود نداشت، اختلاف وجود نداشت. این اختلاف بعد از عصر چهار، بعد از عصر سه، بعد از قرون ذهبی در عصر چهار به وجود آمد، آشکار و واضح. زیرا که سلف صالح اجماع میکردن هر کسی که در اصل دین اختلاف نداره تکفیر میکرد. در باب قدریه ها اختلاف کردن، تکفیر کردن. عبدالله ابن عمر براءت خود اعلان کردن، همیشه تکفیر کردن. عبدالله ابن عباس از صحابه. خوارج های غلات تکفیر کردن، جهمی ها را تکفیر کردن. خیلی اینها خور زور بودن، لیکن بعد از عصر چهار، در عصر چهار این جهمی ها غلبه کردند، به نام دیگر اشعری و ماتریدی. بعد از این اهل سنت غریب شدند. و صار الاجتماع فی الدین لا یقوله الا زندیق او مجنون. کار به درجه رسید، فتنه به درجه منتشر شد که اگر تو در بالای دین بیای تفریقه نکنیم بگویی، بیای جمع شویم در اساس قرآن و سنت به فهم سلف این امت بگویی، مردم به یک دستگی، وحدت، یک پارچگی این امت در همون نشانداد الله رسول صلی الله علیه وسلم قرآن و سنت با فهم صحابگان این امت وقتی که مردم دعوت میکنی، کار به جای رسید که تو را مجنون میگن، تو را دیوانه میگن. تو همین واضح ترین چیز قرآن به مردم دعوت میکنی، لیکن مردم تو را چی میگه؟ مجنون است میگه.
یعنی چی؟ یعنی اینکه امت خیلی به حالت یک مشکلی سخت گرفتار شد. به بالای این امت انا همین علماء و سو گمراه ها منتشر شدند در همه منطقه ها و مردم گمراه کردند. در هر یک دور زمان الحمدلله اهل حق اهل سنت و الجماعه بودند، لیکن بالاخره با وجود همین امروز من شما میبینیم این چنین. امروز من شما میبینیم بنده و برادرهایی که از طالبان اهل سنت و الجماعت هستیم، ما وقتی که مردم تاجیکستان رو به سوی انمین واضح ترین اصول دین توحید دعوت کردیم و مردم از واضح ترین و بزرگترین چیزی که الله نهی کرده است مردم گفتیم که ترک بکنید و از این باز داشتیم و برای یک پرچگی و یک دستگی در زیر قرآن و سنت مردم دعوت کردیم. الله المستعان چقدر فتنه ها رو دارند همیشه بروز به سری ما میورند، تهمت میکنند. چهلی که به سری پیامبر صلی الله علیه وسلم 100 شتر مونده بودند به سری ما مبلغ میمونند برای نابود کردن هر یکی ما، به نابود کردن این انا همین موحدین طالب علم ها. خیلی که اونها پیامبر رو مشرکین تهمت کرده بودن به سری ما تهمت میزنند. به خاطر چی است؟ به خاطر همین واضح ترین چیز نادیده نگیرین. انا همین است. ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 102 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ای آنهایی که ایمان آوردید موحدید از الله بترسید حق ترسش رو به جا آورید ولا تموتن نمیرید الا مگرم و انتم مسلمون در حالت که شما مسلمان هستید. یعنی در مسلمان بودن، در مسلمان ایستادن، در اسلام ایستادن به حرکت کنید. شما نمورید مگرم در حالت مسلمانی. مسلمانی چی؟ یعنی در اساس قرآن و سنت فهم سلف این اومد. نمیرید مگرم اینکه اعتقاد شما، عمل شما، همه کردار شما در اساس قرآن و سنت با فهم سلف این اومد باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 105 میگه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظیم. نباشید شما ای مسلمان ها شما به مانند اون کسانی که تفریقه کردند، اختلاف کردند بعد از اینکه برای اونها بینات آمد، بعد از اینکه به اینها کتاب آمد، پیامبر آمد، حجت آمد، لیکن باز اختلاف کردند، تفریقه کردند. شما مانند اونها نباشید، زیرا که به این چنین انسان ها عذاب بزرگ است. به تو قرآن آمد، قرآن امروز در بین دست تو است، تفسیر قرآن هست، ترجمه قرآن هست، احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله هست، علمای اهل سنت و الجماعت هست، توحید در قرآن آشکار واضح بیان شده است، شرک آشکار واضح من شده است، بیان شده است، اجتماع بیان شده است. بعد از این اگر تفریق کردی عیب در خود تو است، خودت رو ملامت کن. ای کسی که به توحید مخالفت میکنی، ای کسی که به زیر قرآن و سنت با فهم سلف این امت نمی آیی، هوای و هوست رو تابع قرآن و سنت نمیکنی، تو هلاک شده ای. انمی مصیبت انمی این است که تو توبه نکردی، تسلیم نشدی، به سلم الله، به دین الله کامل داخل نشدی. و این عملت مثل عمل یهودی است. انمی یهودی ها و نصرانی هایی که کتابشون ترک کردند، پیامبرانشون ترک کردند، علمای ربانیشون ترک کردند و بعد از این گمراه شدند و علمای گمراه شما پیروی کردند. الله المستعان. در سوره انفال آیه 46 الله میگه و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. الله اطاعت بکنید، رسول الله اطاعت بکنید، نزاع، کشمکش و اختلافی در بالای قرآن و سنت نکنید که فتفشلوا پراکنده میشوید، بی قوت، و تذهب ریحکم قوه شما، حیبت شما میرود، واصبروا صبر بکنید. در چی؟ در اطاعت الله رسول، در زیر قرآن و سنت با فهم سلف امت صبر بکنید. بدانید که الله همراه صابران است. مشکلی در کی است؟ امروز مشکلی در کی است؟ کی الله رسول الله اطاعت نکرده شده است؟ مشکلی در ان همین مردم و مشکلی در ان همین علماء سو پیش از همه کی
اطیعوا الله و اطیعوا الرسول نیست. اینها کیم کدام انسان ها را گفته گشتند؟ تو به این میگویی که قال الله و قال الرسول و قال الصحابه الکرام، او به تو میگه که بابایم میگفت و چم میگفت، جنابم اولی جناب اولی میگه. الله المستعان، الله المستعان. ما شکایتمون رو از بالای شما به الله میکنیم. ای علماء سو، مشکلی شما همین است. و نه فقط این علماء سویی که در تاجیکستان است، همه علماء سو و بزرگترین کسانی که امروز خطر بزرگی به امت اسلام دارند این مدخلی ها هست، زیرا که خودشان را سمت ظاهریشان را اهل سنت و الجماعه، ما سلفی هستیم، سلفی جاد هستیم، ما پیروانی صحابه و تابعین و تبع تابعین هستیم میگد. لیکن میبینی که در زیر قرآن و سنت با فهم سلفی این امت وحدت و یک پارچگی را نمیخواهد، بلکه به کمر امت ضربه میزند. این خوبسا از همه خبیثترین فرقه هست که مردم امروز فریب داده ایستادند. آذری ها خوبسایی که میگوید که ما در زیر قرآن و سنت وحدت میخوایم، لیکن میآید مخالف قرآن و سنت مشرک مسلمان میگوید. شیر است، صوفی معلوم است، رافضه معلوم است، حزبی معلوم است، لیکن خطرناکترینش همین مدخلی است. این خوبسا است. و بعد از این به همین اجتماع کی مخالف است؟ بعد از مدخلی خوارج خبیث امروز ما دو مشکلی داریم که مردم اینها را نشناخته ایستادند. حزبی را شناخت، صوفی را هم میشناسه، رقص و بازیش اینها را شرمنده کرد، رافضه را شناخت، اشعری ماتریدی در با اسماء و صفاتش معلوم مشهور است. اما مدخلی را شناختن مشکل است، خوارج شناختن مشکل است. خوارج ها هم ضد جماعت است و یک پارچگی است و مدخلی ها هم ضد جماعت است و یک پارچگی است. برای همین کفار از یهود و نصارا یک مراتبه، یک وقت، یک زمان 5-10 سال مدخلی ها را منتشر میکند، مردم تفریقه میاندازد، از قرآن و سنت دور میکند، طاغوت مسلمان میگوید، کفر شرک اسلام میگوید. و بعد از اینکه علمای اهل سنت مدخلی را ضربه زدند و چهره واقعیش آشکار کردند، جهمی زمانه را حکمش بیان کردند از کفر شرکش، مدخلی را یک طرف میگذارد و دست دومش یهود پیش میبرد که خوارج است، خوارج منتشر میکند. چوجه های عیناً این حادثه در طول تاریخ گشته و برگشته تکرار شده ایستاده است و امروز هم ما دیده ایستادیم. وقتی که چند سال است ما جهمی ها را آشکار و واضح حقیقتشون را بیان کردیم، خوارج چوجه ها را یهود به پیش انداخت و خوارج ها می آید و تمام مقدسات اسلام، اصل دین، از سبب نفهمیدن انکار، علما را تکفیر، اصل اهل سنت و جماعت تکفیر و باز دعوای پیروی از سلف میکرد، باز دعوا میکرد پیروی از سلف. الله المستعان. خدمت به طاغوت است، خدمت به نمی کفار است. همه عاقبت مدخلی خدمت به شیطان است، عاقبت خوارج هم خدمت به شیطان است. و این خوارج ها کمر امت رو در طول تاریخ چند صد مراتبه ها، اگر هزارها مراتبه نباشد، شکستند. به امت اسلام یهود و نصارا دارد از بیرون هجوم میکند، خوارج از درون مسلمان ها را فقط مسلمان کشی میکند. مسلمان موحده. در زمان محمد ابن عبدالوهاب به محمد ابن عبدالوهاب اهل احسا چندین مراتبه هجوم کرد، یعنی به کتاب و به گپ و به این و آن. خوارج در همه دور زمان است. همان وقت خوارج به وجود می آید که اهل سنت قوی شود. برای چی؟ مخصوص این را شیطان با لشکرانش آماده میکند که اهل سنت را وقتی که جهمی ها پیش گرفته نتونست، لااقل خوارج پیش گرفت. لیکن الحمدلله که قبر خوارج هم علما کندند، اهل سنت و الجماعه از علمای سلف تا امروز خوارج ها را آشکار و واضح بیان کردند، حکم اینها را امروز هم علما قائم برای حمایت دین ایستادند. نصرت دهندگان دین الحمدلله در هر یک دور زمان هستند و باطل کنندگان باطل در هر یک دور زمان، حمایت کنندگان دین الله، پاسبان های قرآن و سنت زنده و سلامت در هر یک دور زمان، در هر یک قبیله وجود دارند. الله اکبر. لیکن انا همین ها سبب تفریق هستند، خصوصا در این روز. مقصدی من همین است شما بدونید که ما دعوت میکنیم مدخلی را، حزبی را، صوفی را، اشعری و ماتریدی و خوارج بیاید در زیر قرآن و سنت با فهم سلف این امت وحدت کنیم. راضی میشود یا نمیشود؟ نمیشود. حالا که این واضح ترین امر الله در قرآن است، لیکن اینها هلاک یافتند، اینها هلاک یافتگانند. اخزاهم الله. الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره انعام آیه 159:
ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. آنهایی که فرقوا تفریقه کردند دینشون را پوره پوره کردند، پرچه پرچه کردند، مذهب ها، حزب ها، عقیده های گوناگون تشکیل دادند. و کانوا شیعا، و بعد از اینکه تفریقه در دین کردند شیعا، گروه حزب شدند. لست منهم فی شیء، تو برای اونها چیزی نیست، یعنی موالات به اونها نمیکنی، تو اونها را دوست ندار، به اونها موالات نکن. میدارید این خیلی هم خطرناکترین چیز است. یعنی کسی که جماعت های گوناگونی رو میکشاید که مخالف قرآن و سنت است، دعوت میکند به همون چیزی که مخالف قرآن و سنت است، به پیامبر هیچ ربط دوستی نزدیکی ندارد. پیامبر از او بیزار است، پیامبر از او براءت خود اعلان کرده است. هر کسی که به سوی غیر قرآن و سنت با فهم سلف این امت دعوت میکند، انمین انسان به سوی تفریقه دارد دعوت میکند. هر کسی که به سوی آدم پرستی دعوت میکرد، به سوی تفریقه، فتنه، پرچگی و گروه کشایی و حزب کشایی دعوت کرده است. و پیامبر از این خیلی انسان ها براءت خود اعلان کرده و اینها گمراه هستند. کی در زیر وحدت است، کی جماعت است و کی به سوی وحدت دعوت میکرد؟ همون کسی که قرآن و سنت با فهم سلفین امت میکرد، اگرچه کم باشد. اینو حق هستند، اینو جماعت هستند. الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیه 13 میگوید: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله أكبر. الله سبحانه و تعالی برای شما یک دین رو تشریع کرد، یک دین رو ساخت و یک دین رو برای شما نازل کرد و این دین رو الله خودش به کلامش گفت که قرآن است و بعد از این وحی کرد به رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد از این همینه وصیت کرد به کی؟ به نوح و این چنین وحی فرستاد به سوی محمد صلی الله علیه وسلم و به سوی ابراهیم و موسی و عیسی. انمین دین یکتاپرستی، انمین وحدت، انمین دست جمعی، لا اله الا الله به همه پیامبران فرستاد و بعد از این الله گفت ان اقیموا الدین، دین قائم کنید. انمین قرآن، انمین سنت، انمین وحی الله قائم کنید. علم کلام نه، حزب نه، جماعت نه، مدخلیگیر نه، خوارجی نه، قرآن و سنت قائم کنید. ولا تتفرقوا فی، و در بالای قرآن و سنت تفریقه نکنید. اختلاف کردید در یک مسئله، بیاید در اساس قرآن و سنت حل کنید. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. اگر ایمان به الله روز قیامت داشته باشید، بیاید مسائل اختلاف رو در اساس قرآن و سنت حل کنید. الله اکبر. حافظ ابن کثیر در زیر این آیه میگن که وصى الله عز وجل جمیع الانبیاء، الله وصى یعنی امر کرد، فرض کرد به همه انبیا که علیهم السلام بالائتلاف والجماعه، به ائتلاف جمع شدن و به جماعت و یک دستگی و یک پرچگی. و نهاهم عن الافتراق والاختلاف. الله همه پیامبران نهی کرد، امتی همه پیامبران نهی کرد از تفریقه و از اختلاف. اما افسوس که امروز لااقل طالب علم های اهل سنت و الجماعت دست جمعی را نمیخواهد. بعضی انسان ها میداند که منهجی که ما دعوت میکنیم منهج حق است، سخنی ما به هیچی گفته نمیتواند، دلیل ندارد، اما میگه من از وای زور است. اگر من از این بر رفته قطعی شوم، من این به شاگردی صبح میشم و چی میشم، نه من زورم میگه، یک علاج میکنه و یک ضدیت میکنه. برای چی؟ برای که جاهل است، این نفهمید که دعوت در به سوی الله است. دعوت ما به سوی آدم پرستی نیست، دعوت ما برای بزرگ کردن شخصی نیست، دعوت ما به سوی ظاهر کردن لا اله الا الله است، به سوی الله است، عبادت الله است و به سوی دست جمعی در زیر لا اله الا الله است، نه غیر در زیر قلب پرستی، نه در زیر حزب. امروز شعار حزب التحریر ببینید چی میگه؟ کلمه توحید الکلمه قبل کلمه التوحید. یک پارچه و یک دسته شدن این پیش از توحید می ایستد. بیایید ای امت اسلام، حزب تحریر میگه ای امت اسلام بیایید همه یک جا باشیم، زیرا که یک جا بودن مهمتر از توحید است. میگه ما میگیم لعنک الله، اخزاک الله، یا کذاب، یا من افتریت علی الله.
ای کسی که افترا میگویی بر الله، ای دروغگو، ای کذاب، الله خارت میکند. دست جمع شدن پیش از توحید نمی ایستد، توحید پیش از دست جمع شدن می ایستد. توحید پیدیوار است که در بالای این پیدیوار ما باید همه دست جمع باشیم. ما هممون باید در اساس توحید دست جمع باشیم، نه در اساس فکر خیالی تحریری. تحریری ها هم امروز در تاجیکستان و ازبکستان و غیره دعوای دست جمعی میکنند، اما وقتی که به عقیده‌اش نظر میکنی میگویی که او انسان بله تو ریش داری، خیلی خوب وایمه کرده گپ میزنی، آخر مشرک مسلمان میگی، میگه این مسئله را یک طرف پرتو میگه، این مسئله مهم نیست. آخر تو عذری شدی، میگه این مسئله مهم نیست. آخر تو فلان مسئله دیگر را ترک کردی و میگویی که فقط ما به واسطه باید همین خوب و خوردن اسلام پیش میبریم، میگه این مسئله مهم نیست، باید یک جا شوی. مهم چی است؟ مهم این است که تو رئیس ما به تنته میگه. یگان جماعت ندیدیم مگر این کمی صحبت در او است. برای همین ما میگیم که ما در یگان جماعت نیستیم، ما طالب علمای آزاد اهل سنت و جماعت هستیم. ما فقط در یک جماعت هستیم که الله امر کرد، در جماعت قرآن و سنت با فهم سلفین اومد. در یک حزب هستیم، حزب الله که در الله در قرآن گفت و در کتابی که شیخ سلیمان السحمان حزب الله الموحدین گفتند، یک کتاب نوشتند. حزب الله کی است؟ گفتند حزب الله همین موحدین است که دینداریش در اساس قرآن و سنت است. حزب الله گفتند لعنت الله علیهم، این حسن نصر الله لعنه الله نبین، حزب الله و نوم گرفت، ساخت یک حزب، لیکن البته کی استفاده کرد اهل سنت این بر رد زدن. معروف است که حزب الله که در قرآن آمده است، الا ان حزب الله هم المفلحون. آگاه باشید که حزب الله اینها کسانی هستند که نجات یافته. کی است؟ کسی که تمسک چنگ زده باشد به قرآن و سنت با فهم سلفین اومد. ما نمین حزب الله موحدین است. ما در یگان حزب جماعت گروه به دعواهای خرافاتی دروغی فریبگری نیستیم. مرحمت به جماعت حزب نهضت برم اسلام، در بینشون تفریقه دارد. یکیش رافضه هست. سید یونسی استرافشنی در بین حزبی ها حزب نهضت یک آدم خیلی معروف حساب میشد. این لعنت الله علیه، این خبیث، این کافر مشرک، این یک جاسوس ایران در تاجیکستان، یک بگویم شاگرد خمینی لعنه الله، و این یک رافضه که امت تاجیک مسلمان ها را به تفریقه میکشد. حزبی ها اینا میگن که نه بوک ندارد، این شریک ما است و این است و آن است. برای چی؟ برای اینکه حزب خوب میگن، برای اینکه حزب خوب میگن. حزب تو خوب گویی کمونیست باشم خوب استی، این باشم خوب استی. پس اونها مصلحه توحید رو پیش نگرفتن، مصلحه خواست خودشون از قرآن و سنت پیش گرفتن، هواپرست شدن. اونها هم دعوت میکنن حزبی هم بیاید یک دسته شویم، جماعت شویم، لیکن جماعت یک دسته شدن در اساس چی بگید؟ در اساس خواست همون خوبسا، جهلا، مشرکین. هیچ کس به هیچ کس کار ندارد. این زمان این خیلی نیست، چیکار خواهیم میکنیم؟ نه، مشرکین هستید به همین کارتون. شما واضح ترین چیزی که در قرآن است که این توحید است نفهمید، کفار مشرکین است. هر کسی که حال حزبی های میداند همراه همون است، بعد از حالشون فهمیدن این کافر مشرک است. اگر حالشون نفهمیده و گوید که اینا اسلام خواستن برای من اینو اونقدر هر میفهمونیم او به حالشون فهمید، حال مشرک است بعد از اینکه به اونها همراه است. امروز صوفی هم دعوای وحدت میکنه، لیکن میگه که ما میخوایم که وحدت باشد، لیکن به قبر پرستی ما کار ندارید. ما میگیم نامعقول کرده، شما مشرکین هستید. این وحدت شما مخالف وحدتی که الله میگه. رافضه ها ایران در هر یک سال یک بار گویا که میگه وحدت امت اسلامی گفته، یک مجلسی رو در تهران میسازد، هزارها انسان ها رو دعوت میکنند. چگونه وحدت؟ وقتی که میگوید که رافضه کتاب دارد، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، کتاب نوشته است که قرآن محرف است، کتاب دارد که صحابگان اعوذ بالله مرتد شده هستند، کتاب دارد مادرمون عایشه رضی الله عنها به تهمت به فاحشه میکند، کتاب دارد که الله سبحانه و تعالی بجاش حسن نه حسین برآورده میمونه. ما چگونه این کوکتی وحدت میکنیم؟ در اساس چی وحدت میکنیم؟ هر کسی که کوکتی وحدت میکرد کافر مشرک است. برای همین کسایی که سخنهای ما را میشنوند بعد میگن که بله سخنش درست است، لیکن وحدت میشکنه. ما میگن که تو جاهل هستی. وحدتی که الله در قرآن گفت تو نفهمیدی. وحدتی که الله در قرآن گفت یک پرچگی در زیر کلام الله، یک پرچگی در دینی که الله با پیامبر نازل کرد، یعنی قرآن و سنت با فهم سلفین اومد. باذن الله سبحانه و تعالی فهمو شد. بله حديث أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك
و شبک اصابعه. حدیث متفق علیه است. امام البخاری 481 و امام مسلم با رقم 2585 روایت میکنند. پیامبر گفتند مؤمن برای مؤمن به مانند یک خانه هست، یک بنا هست. و بعد از این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشتان یک دستشون را به انگشتان قوتی انگشتان دیگرشون داخل کردند و شبک اصابعه، یعنی همین دست پنجه های به هم دیگر در آورده سخت پیچ است. مسلمان ها به مانند همین است. اگر ما مسلمان باشیم باید همچنین باشیم. لیکن عقیده پیامبر یک کس برای دو عقیده مجسمه گوید، به مانند امروزه اشعری معترضی های صوفی های غلام. عقیده که عقیده قرآن است که الله هزار دلیل که بیان میکند که الله در بالای عرش است. علمای توجیک، این خیانتکارها علمای صوفی برای گوید که این عقیده مجسم است. و بعد از این گوید که بیاید وحدت میکنیم گوید. و بعد از این ما اگر حق گویم گوید که شما تفریقه میکنید. این تفریقه رو هم خطا فهمید، یک دسته یک جماعت شدن هم خطا فهمید. سخن حق گفتن تفریقه نیست. باطل شرمنده کردن، باطل زدن، حکم باطل بیان کردن و اهل باطل شرمنده و بیان و چهره واقعش نشون دادن، این امر واجبیت دین الله است و این خدمت بزرگترین بر دین است و حفظ دین با همین نمود است. حفظ دین فقط یک طرف گفته رفتن نمیگیره. حق میگوی باطل میگوی، اهل حق میگوی اهل باطل میگوی و رد میزنی. حق باطل میگوی. وقتی که ما سخن حق گفتیم بعد میگه که تفریقه انداخته از خارج کشور همه جا را ویران کرده ایستادند و ما دینمان را مذهبمان را حمایت میکنیم. میگه ای خبیث، مگر در مذهب تو حجاب پوشی نیست؟ پیشوات برآمد گفت که حجاب از مال بیگانگان است، حجاب نیست. چرا دفاع نکردی؟ ریشه میتراشه، چرا دفاع نکردی؟ مسجد موسیقی خانه کرد، چرا دفاع نکردی؟ تا 18 سال مسجد رفتن ممکن نیست، چرا دفاع نکردی؟ هزارها مسلمان ترمه میکرد به یگون عیب، چرا دفاع نکردی؟ پس دلالت میکرد که تو دروغگوی کذاب هستی، تو شیطان ناطق هستی. خیلی که ابن القیم الجوزی میگن کسی که در رو بروی حق صحبت میکنه ضد حق، این شیطان ناطق است. کسی که باطل دیده خاموش میایستد، این شیطان گنگ است، شیطان اخرس است، لعنه الله. میگن شما علما اصول شیطان در هر دو صورت هستید. ضد توحید گپ میزنه، شیطان ناطق هستید. ضد باطل خاموش میایستید، شیطان اخرس هستید. الله المستعان. حالا که شما مأمور هستید که به زیر قرآن و سنت بیایید، یک پرچه شوید. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حدیث صحیح در روایت مسلم با رقم 2564. این حدیث اجتماع مسلمان کامل از همه جهت ذکر میکنند که مسلمان ها چگونه اجتماع خود را نگه دارند. برای وحدت را نگه داشتن موحدین باید حریص باشند. این حدیث بیان میکند که موحدین برای وحدت خودشون، برای جماعت خودشون نگه داشتن باید زیرک باشند. باید سخنهای را نگویند که یک پرچگی اونها را به زیر سوال برد. همون عملی را نکنند که از سبب جهالت یک پرچگیشون پاره شود. برای همین در بعضی حالات صحبت کردن میخواهید، خاموش میشید. در بعضی حالات صحبت کردن نمیخواهید، لیکن به خاطر وحدت صحبت میکنید. لیکن این صحبت برای موحدین و مسلمین است. از ابی هریره روایت که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر گفتند حسد نکنید. ای مسلمان ها، ای موحدین، به هم دیگر حسد نکنید. حسد کردن عاقبتش هلاک است و امت های گذشته به سبب همین حسد هلاک شدند. تفریقه را بین شما به وجود میاد. حسد میکنی، دروغ گپ میزنی، حسد میکنی، به دعوت همراه نمیشوی، حسد میکنی، کبر میکنی، قبول نمیکنی. چخیلی که ما میبینیم و همین سبب میشد که تفریقه به وجود میاد. خاکسار اگر میشدی، حالا که وحی به خاطر خاکساری نازل شد، چخیلی که در روایت ما مسلم است که پیامبر میگن ان الله اوحى الینا ان نتواضعوا. الله وحی کرد تو که ما تواضع بکنیم، زیرا که همین اولین تواضع در نزد الله است که توحید شدن است، موحد شدن است. ولا تناجشوا ولا تباغضوا
همدیگر بغض نکنید، همدیگر بد نبینید، به همدیگر کشول و جنگ و جدال نکنید. بارك الله فيكم. ولا تدابروا أي لا يعرض أحدكم بوجهه عن أخيه ويوليه دبره استقبالا وبغضا له. ولا تدابروا یعنی روت به برادرت نگردون، نظر نوگیری نکن، از قهر و غضبت روت برادرت به نگردون. میگم پیامبر اگرچه غضبت میآید صبر کن، زیرا که این عاقبتش تفریقه هست. ببینید پیامبر هم عمومی و هم خصوصی بیان کرده سنت. هر یک از وظیفه دار است که برای وحدت اسلام باید نمیخل حرکت بکند. ولا یبع بعضکم علی بیع بعض. ای مسلمان ها، یکی از شما بالای فروختن چیزی دیگر، یکی کسی چی برفروشیش نفروشید. یک کلینت اومد، کلینت یک برادر زده نگیرید، بالای وی ببرده چیز نفروشید. و این چنین درباره نکاح هست. یک برادر شما یک دختر نکاح کرده گرفتنی است، شما رفته و از نکاحش دور کرده، این دختر کشیده نگیرید، صبر کنید، احترام کنید. برای چی؟ تفریقه را در بین امت به وجود می آورد، بغض به وجود می آورد. چقدر این مشکلی ها امروز در بین مسلمان ها است، چقدر امروز مسلمان ها بی پروا شده است، به مال همدیگر بی پروا است، به حرمت همدیگر بی پروا است، چقدر به همدیگر رو تروش میکند، پروای وحدت ندارد. حالانکه وحدت این بزرگترین امر الله، واجب از واجبات، اصول از اصول هاست. و کونوا عباد الله اخوانا. ای مسلمان ها، همه اتون دست جمعانه بنده الله باشید، برادرانه دست جمعانه بنده های الله باشید. بدانید که مسلمان برادری مسلمان است. مسلمان نباید یکدیگرش را ظلم بکند، یکدیگرش را تحقیر بکند و خوار بکند. لا یخذله یعنی پس نمیزند، لا یحقره تحقیر نمیکند. و بدانید که تقوا اینجاست. گفتن اشاره به صدرشون کردن. اصل تقوا در قلب است. و برای یک مسلمان بد بودن کافی است که یک برادر مسلمانش تحقیر کند. از همه بزرگترین بدی برای مسلمان چی است؟ یک برادر مسلمانش تحقیر کند. بدانید که گفتم پیامبر مسلمان به مسلمان حرام است مالش، خونش و آبرویش. آبروی برادرت رو، خونش رو، مالش رو، اهل و اولش رو حفظ کن. انمین وحدت رو نصیب میکند. انمین عملی تو عبادت است. از هزارها رکعت نماز نفل اگر امین کار کردی شب روز مشغول باشی زیادتر اجر میگیری، برای که تو به وحدت مسلمان ها کار میکنی. امروز ما میبینیم که یک آدم عادی میآید گپ خطا میفهمد، هزار مشکلی را فتنه را ایجاد میکند، پروا ندارد، تفریقه میاندازد، پروا ندارد و تفریقه را در بین موحدین انداخته میگوید که به خاطر الله است. خودش خطا میفهمد. ما این در دعوتمون در طول این 8 سال 10 سال چقدر این سنها را دیدیم که داد گفته از حق گویا که صحبت میکند، لیکن عملش غیر از تفریقه دیگر چیزی نیست. حکمت ندارد، علم ندارد. پس بارک الله فیکم، انا همین است، احتیاط باشید. لیکن افسوس که هر کسی که به سوی انمین حق دعوت کند، به سوی دست جمعی، یک پارچگی، جماعت در زیر قرآن و سنت با فهم سلف این امت، در اساس قرآن و سنت با فهم سلف این امت که الله امر کرد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، چنگ بزنید به حبل الله، قرآن و سنت و تفریقا نکنید. و پیامبر گفتن ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد کتاب الله و سنه و سنتی. من به شما دو چیز رو بعد از خودم گذاشتم که اگر به این دو چیز چنگ زدید گمراه نمیشید، کتاب الله و سنت من. پیامبر گفتن که تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیه بالنواجذ، چنگ بزنید به سنت من و به سنت خلفای راشدین من و چنان سخت چنگ بزنید که به دندانهایتون سخت بگیرید و از چیزهای ناپیدا شده دور شوید. هر چیزی ناپیدا شده کل محدثه بدعت است و کل بدعت ضلالت است و آخر ضلالت جهنم است. گفتند. لیکن افسوس که این دعوت ما را چهره اش را بعضی کسایی که از دین فقط استفاده میبرند، دین میفروشند، دین تجارت کرده اند، میخواهند پیشش محکم کنند. دو طایفه یا سه طایفه. علمای سود در تاجیکستان دین تجارت کردند و از بالای دین
در نزد حکومت هم پول دارند و آبرو دارند و گویا که اینها کارگرای حکومت هستند، پول مال و خانه و جا. در نزد مردم هم مردم فریب داده، پول مال، نکاح پول، جنازه پول، این پول، دم اندازی پول، دروغ راست پول را میگیرن. حتی به ما خبر میاد که اگر به معرکه روند از قبشان یک ماشین بزرگ میرد، همین معرکه را جمع کرده میبرن، والله اعلم. و طایفه دوم حزبی ها به خاطر سیاستشون دین استفاده کردند، نمیخواهند سخنهای ما را، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سخن ما زنده کردن سیاستی که منفعت کیسه اونها باشد، نه، زنده کردن قرآن و سنت است. زنده شدن قرآن و سنت به اونها فایده ندارد. برای همین اینها هم به ضد ما هستند. و این چنین سومین مدخلی ها، آذری ها، اینها هم ضد دعوت ما هستند، زیرا که اینها هم دین را تجارت کردند، طاغوت ها را ولی الان گفته معیشت کرده میگردند. وقتی که قرآن و سنت میگه گویا که از معیشتشون میمونه. این سه طایفه برای همین دعوت ما را که دعوت به سوی واضح ترین چیز است، دعوت به سوی اصول دین است، سیاه نشان دادن میخواهند. به هر گونه رفتارها، صحبتها، فروختنها، دشمنیها ما را به جماعت ها نسبت میدهند، به این جماعت، به آن جماعت، به این حزب، به آن حزب. لیکن خوابو و خسیرو، زیان کشیدند، هلاک گشتند و بجز این که خوار و زار شوند دیگر چیزی را ندیدند. زیرا که ما توکل به الله کردیم و الله ما را حمایت میکنه. از نام ما چقدر دروغ ها میگن، الله المستعان. پس اینها پیروان شیطان هستند که دعوت حق قبول نمیکنند. پس با همین این حلقه را به خاتمه میرسونیم. بیایید ای مردم، ای مسلمان ها، در اساس قرآن و سنت با فهم سلف این امت یک جا باشیم. همه مشکلی ها رو در این اساس قرآن و سنت فهم سلف این امت برطرف کنیم. کشمکش ها رو در اساس قرآن و سنت و به فهم سلف این امت به خاتمه رسانیم و هممون یک جا دست جمع در حالت جماعوی بنده های الله برادرانه باشیم و مسلمانی هم دیگر رو دوستدار باشیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاك الله خيرا شیخ نگاه بکن عجیب گفتن که اما خلی های آذری های بگیم که بید وحدت بکنیم، مقصد قبر پرستار، سنگ پرستار، چوب پرستار برادر نگوید. اینها میگن که خوارجه میگن بید وحدت بکن، تکفیر نکید تمام امت، میگه شما آذری کفر. یگان چی روزی نه که برای قرآن و سنت جمع شید. اقصد الله فارش. آمین. مشکل امین است که نفهمیدند. واضح ترین چیز قرآن نفهمیدند، به چیزهای دیگر معدی چوده مشغول شده میگردند. خوارج ببینید تکفیری که حد و حدود دارد، از حد و حدود گذشته، شب روز به همین مشغول است، از اصل دین بیخبر است، در باقی مانده چیز بیخبر است. فکر میکرد که فقط یک چیز است در دین، اصل دین فقط تکفیر است. گویا که حالا که در باب تکفیر تقسیمات و تفصیلات وجود دارد و بالاخره غلو میکند، تجاوز از حد میکند، الله تکفیر نکرده ها را تکفیر میکند، قاعده الله، اصول الله برآورده، شریعت الله که هر کسی لا اله الا الله محمد رسول الله گوید، اهل قبله باشد، نماز خواند، گناهگار باشد، هم لیکن شرک اکبر کفر اکبر نداشته باشد، این مسلمان است. الله میگه، رسول الله میگه، صحابه میگه، این مده میگه که نه، این خطا است میگه، این دور زمان بابا این گپ خطا است میگه. هر کسی که لا اله الا الله گوید، هم نماز خواند، هم این اهل قبله باشد، هم این مسلمان نمیگیم. و زمان دیگه بود، این زمان دیگه، این و آن، بالاخره الله این کار میکند و کفر میشد. الله المستعان. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. برادر دلش نکرد نشیم این دلیل نکمله بفرما چی میگی؟ یک تو چیز من بسیاری میدارم از شما، سوالامو میگیرم، مثلا بهترین جواب میگیرم. ابو محمد مدنی، من همین روز در گروه همین درویش بودم، امری معروف کرده بود. همین برادر
مثال ابو عبدالرحمن در اونده بسیار گپای مثال قبه زد، یعنی تو پول کوارتیره نمیدی، تو این و آن. برای همین چی کردن در کوی؟ برای که باید مثال دیگر فهمی شود. باید همین اختلافی که بله خیلی سخن خوب گفتی ایمو، خیلی سخن خوب گفتی که چیکار کردن در کار که یک دیگر فهمی شود. باید نشسته انا همون درویش و ما نشسته در اساس قرآن و سنت اختلاف حل کردن لازم است. اختلافی که درویش به وجود آورد، اختلافی که فتنه اختلاف و تفریقه و جداکنی مسلمان ها، ببینید ما نه درویش به وجود آورد. تا همین روز ما درباره درویش چند سال باز هستیم گپ میگردد، گپ نزدیم. خودش در درون گپاش اینها موحد ناموحد، اینها موحد روسیه و اینها دروغ میگن. این و با من یک برادر زپش روی کرد، من یک اخورتی بو بیزیب کرده است. من همون که صحبت کرده نیستم یگون مرتبه من از سگو اینو اون گفته است. خیر بالاخره بغضش به خاطر چی است؟ به ما بغضش به خاطر توحید است. و خاطر توحید که بغض دید، اهل توحید که نو توحید گفت و خودش میگه که من موحدم نیستم، اینم اونم و از توحید بوی ندارد. یگانه راه حل این مسئله همین است که بیاید توحید قبول کند، موحد شود و مسلمان شود، از شرک و کفر توبه کند. یگان مشکلی نیست دیگر، یگان خیلی کاری مشکلی نیست. الله همون نشان داد، الله همون منهجی که الله به ما تعلیم داد به همون راه میریم. چی گفت الله؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اگر شما در بالای یگان چیز اختلاف کردید، تنازع کردید، اختلاف یا کشمکش به قرآن و سنت، یعنی به سوی الله و رسول همون بیارید. اگر ایمان به الله و به روز قیامت داشته باشید، ما دعوت میکنیم بیا ای دعوا کننده، بیا اینجا هر چیزی که میخوای بگو، در اساس قرآن و سنت حل کنیم. اینم خیلی گپ. برادر من از شما بسیار من بسیار گپای شما گوش میکنم. بهترین نه که خودتون آیت خواندید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حاضر خواندید. من حاضر همین جمع بیام سوالو میتم، آوازم میزنم، مثلا گوش میاندازم. این برادران میرن یک بار تو دوست تو کوارتیر پولش ندادی، آخه همه خیلی که میشن می ابو محمد یک آخر بهترین ما آیت خوندیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. آیت خوندیم و گفتیم که این حبل الله این چی است؟ ابن عباس میگن که قرآن و سنت است. به زیر قرآن و سنت به فهم سلف این امت همه یک جور شوید. آخر همون انسانی که نومش میگیری، انا همین منهجی که الله بیان کرده است، رسول الله بیان کردن که چنگ زدن به قرآن و سنت با فهم سلف این امت است که ما به دلیل همین به چنگ زده ایستادیم در اساس قرآن و سنت. همین گمراهی گفته ایستاده است. همین راه الله و رسول الله گمراهی میگن. هر کسی که راه الله و راه رسول الله گذاشته را، منهج صحابه را گمراهی گوید، توحید گمراهی گوید، همین حکمش چی است در نزد خودت؟ کافر میشد یا نمیشد؟ کافر میشد. نه این برادرها همین زستابید میکنن آدم مثال همین. ما برای همین و کافر گفتیم. عبدالرحمن کی در اومدن؟ همین روز دیروز کی؟ هر روز کی نباشد همین ابو اول وای شروع کرد، اول وای یک چند ماه پیش شروع کرد در درون صحبتش یک کیفه کش گرفت. به نظرم یک فکر کرد که یگون اولیا شد، من نمیدونم، یگون دیوانگیش گرفت، شیطان وای وسوسه کرد، کنترل کرد. ها جیم وای شروع کرد گپ زدن و یک بار نه، دو بار، سه بار، چهار بار وقتی که گپ زد به ما رسید. بعد از اینجا بعضی برادرها وای به گپ زدن شروع کردن و یک خیلی وقتا گذشت به من. بعد گپاش که رسید منم دیدم و گوش کردم و فهمیدم. بعد ما هم گپ زدیم. ما از پیش خودمون گپ نزدیم. خیر باور کنید اگرچه میدونیم که یک جاهل است، اگرچه میدونیم که یک بی علم است، لیکن ما باکی ندارد دعوتش که اگر خطاگیش نفهمیدگی خودمون باشه ما کار نداریم، دعوت کر گردد. لیکن آخر چرا در درون دعوت اهل توحید گمراه میگه؟ چرا اهل توحید نو توحید میگه؟ این آدم هم این کارش که کافر شد. این کارش که کافر شد. خیلی پناه به خدا از برای الله شده من شما رو گفتاسم
این برادران عیب این برادرایم هست. ابو عبدالله با یک دو سه نفر عیب این هم هست. آخه گپای هر خیله میزنن. آخه من نمیدونم. همین شما بهترین گپای میزنید. من برای آنکه درویش من رفته میگم اگر بهترین گپای زنمی باوری داشته باشی ایمو خودت این گپای از پیش این گپای خیلی بچور نشو. الله همون امرش اجابت کن که میگه قو انفسکم، نفسای خودتون از جهنم نجات دید. تو درویش یک طرف بمون، منم مون یک طرف بیو، توحید آموز، کشمکشو به همراه نشو. این چیز به خودش هر کسی که میکند به خودش واگذار کن، از این چیزا دور شو، توحید به دست. این بهترینش است. ان شاء الله نجات میابی. خوب رحمت که سلامت باش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دو مسئله گفتنه بودم ان شاء الله فکر میکنم که فهمید. الحمدلله امروز برادر موحد پیش همه کی درویش برای که ما را موحد میگه به همین خودی رفتن که فیصله بکنن که به قرآن و سنت همین چیز حل بکنن. یا برادر مسلمین ابو عبدالرحمن محمد برادر بودن که هم مسئله حل بشه. سبحان الله برای خودش خر برای هنگوز ایسه که تو همه موحدین جمع نشین نیوین ایمه بخشی نپرسین برای که مرا تمام نکردی برای پلی کوارتیرا. ما این مسئله خطون صحبت میکنیم. دو تا حدیث که حدیثی که پیش خودش گفته که بین عجم و عرب خیلی یک حدیث گفته که هم مسئله خصوصا صحبت بکنن یا برای که ما رو موحد میگن همین چیز بود. حالا شد انا این میگه که تو همه موحدین جمع نشین نیوین در پیش ما بخشی نپرسه که اخی ابو عبدالرحمن میگه میگه اخی شما همین مسئله که تو فیصله کردی همون خودش تا حلش درفت تمام. یا تو مسئله که نه ما رو موحد میگه مسئله حل بکنیم. همین امام خودش برو اومد اونجا نیم ساعت دیگه ما رو تنه زد اینجا اومده بخشه که ایسه الله هدایت کنه بگو اونجا امام اگر امام خل کند، اگر امام اینجا رو این خل کند اینجا بیاد این خل کند، این صفت منافقین است. امام احتیاط شو، بهترش اول خودت نجات علم توحید ما رو تنه زد ایسه امام اونجا نه برو ما رو تنه زد ایسه. اگر اون نزده اینو ما تاون اومده میرتن خر لیکن بیرون صاف گپ میگه دکی برادر عزیز اهل توحیدی که میرین شما حق دارین که روین 4-5 کس روین بروین گوین که آخر تو موحدین و موحدهای روسیه من مثلا یک طالب علمی که در بین شما هستم دیگه برادرای ما همین طالب ما حقارت داشتن آخر چرا میکوره میکنی؟ بیا در اساس قرآن و سنت صحبت کنیم که چی دیدی کدوم کفر دیدی که تو موحد ناموحد میگوی یعنی کافر میگوی تو با کدوم دلیل اهل توحید تکفیر کردی؟ بیا دلیلت برام کن. بیا در اساس قرآن و سنت گفت الله چی میگه؟ اذا دعوا الى الله ورسوله ان يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مؤمنان کسانی هستند که وقتی که اونها را دعوت میکنی که بیا با مسئله های اختلافی در بین ما و تو رو در اساس قرآن و سنت حل کنیم میگن که شنیدیم و اطاعت کردیم قبول کردیم و اطاعت کردیم. میگن سمعنا یعنی قبول کردیم و اطعنا اطاعت کردیم. میگن آخر ما همین میخوایم شما بزدل ها طعنه زننده ها تفریق کننده ها نمی آید اینجا از عقب خورد کرده میگرید و ما میخوایم که همین تفریق نابود شد. به نزد شما میرویم قبوری ها میگیم که خیر بیاید در اساس قرآن و سنت حل کنیم در اساس ما نه با قرآن داشت. الله المستعان الله المستعان. اینجا دو دخترک در پایان حاضر در آمدگی است. ناف مسلمه هست شاید خواهر است شاید مادر است شاید نمیدونم کی است. یکیش به نام مریم عربی یکیش به نام صبر. چهره های دخترای مسلمانه چهره خودش است یا کسی دیگر است. اگر کسی دیگر باشد یک گناهی وزنیم با اگر این خودش باشد با یک گناهیش همین که درست نیست. این خیلی تبسم کرده این خیلی چهره های زیبا را رسم بموندن درست نیست. زن مسلمه موحده نباید رسم خودش یا دیگر مسلمانه انا خیلی گذاشته خندیده این خیلی کرده اون خیلی کرده چشماش این خیلی کرده اون خیلی کرده بگذاره. چقدر خودت تو خواهر مسلمان از چشم مردای بیگانه حفظ کنی چقدر خودت نگاه داری برای شوهرت فقط همین عملات رو به خاطر رضایت الله کنی همون قدر عبادت میکنی و همون قدر نزد الله به نزدیک میشی. چی هستی؟ رسم گذاشتن مگر همین درست است؟ مادر من عایشه رضی الله عنها
همیشه رویشون پوشیده بود. زنهای رسول الله همیشه رویشون پوشیده بود. دخترهای رسول الله همیشه رویشون پوشیده بود. حتی در حج یکی از شرط‌های حج برای زنها همین که روش باید کشوده باشد، سرش نه روش. این مرد باید سرش کشوده باشد پشت. لیکن مادر من عایشه رضی الله عنها وقتی که مردهای بیگانه را صحابه را میدید روششون به یک جلدکشون میپوشونید، نقاب میپوشونید. حج به حالا که باید روش کشوده باشد. دین الله سبحانه و تعالی احتیاط باشین. الله استوکه شاید یک چیز عجیب همین است که ما روز جام کر گرفتن نمیتونم. همین گپ همین درویش پول سویت یا که یکون کورش نداد پولی کوارتیل نداد موحد ما نزدیم گپ. این گپ همین دو تا چوجچه خوارجی هست که یک به نام فرقون سر کرده و رفته و پول تو سویت ندادی توی خیل تو خیل گفته همین گپ گوه وای موی خیلی خوارج بود. من برام گفتم که خوارج نگو موی. من میگفت که همون باید تو باید فیصله بکنی بینی ما. آخر من یک قوزی نیم که فیصله بکنم. آخر تو نباید به خاطر ورشده موی خوارج بگوی. این همون روزی بود که همین حکومتی ها جوش سره بود. نو بنا راد زدین. این والله آنم خودی هموشون دسته به دست پروسه پشت پردن موی راد زدنی. این روز اومده میگود که شما با خودش خیلی هم تو یک موسیقی بیگونه اونجا رفته میگه که من سوالتم اینو من پس میفرم. الله خوش دیده شده است. غم نخورید. الله خوش دیده شده است. لیکن مشکلی این جوهلا، مشکلی درویش جاهل هم عقیدیش هم مغز سرش هم درویش هستین. مشکلش همین است که این اول خوارج نمیشناسد. خوارج از سبب نشناختن این جوهلا ما اهل سنت میگود یا خوارجایی که پیش به میرد فکر میکرد که خوارج از ما است. ولی دیدگی نیست خوارج اقوانی اینو. آخر ما هم خوارجایی که به نزد تو رفت ما وای خودمو خوارج میگیم. ای جاهلک ما وای خودمو خوارج میگیم. و اینو که بحث میکنیم. انا پگه یکی از خوارجچه ها چوجچه صوتی ده به وقت مسکو نمیجا میبیون گفته است. به وقت مسکو نمیجا صوتی ده میبیون. ابو حنیفه به من گاب میزنم. ابو حنیفه کسی که رحمه الله گفت انا همون من تکفیر میکنم میگه. من خوارج. ما مثلا ابو حنیفه رحمه الله میگه ما خوارجو تکفیر میکنه. درباره ابو حنیفه هم سه طایفه هستن. فردا یک مقدمه میگم لیکن شما باید دونید یک قسمی هستن ابو حنیفه به غلو کرده. ابو حنیفه قریب ملائکه پیامبر کرده پرستن. یک خطاگیش نه این است اون است. امام اعظم گفتند پیامبر وقتی که سخن ابو حنیفه اومد سخن پیامبر اومد سخن ابو حنیفه رو میگیرن. لیکن اینا خودشون زورا و بهتانا به ابو حنیفه نسبت میدن. ابو حنیفه از اینو بیزار است. بمانند این علمای تاجیکی که در ما دارند. غلو کردن در بزرگ شماری ابو حنیفه و دوستداری با پیامبر برابر کردند و از پیامبر بالا کردند. سخن پیامبر را ترک میکنند. اگر سخن پیامبر ابو حنیفه بیاد سخن پیامبر را ترک میکنند ابو حنیفه را میگیرند. اعوذ بالله. معصوم دونستند ابو حنیفه. قسم دیگر غلو کردن در بدبینی ابو حنیفه. خوارجی چوجه های امروزه ابو حنیفه را اینقدر بد دیدن و سخنهای علما را نفهمیدن. سخنهای ضعیف و بی سند و سندش متهمه گرفته ابو حنیفه را در اساس روایت های ضعیف تکفیر کرده یا در اساس او یک عملی که توبه کردن بعد از این تکفیر کرده و بعد از این میگه که کسی که ابو حنیفه رحمه الله گفت تکفیر است. این چوجه فکر میکرد که ما این مسئله و گاو زده نمیتونیم. گفت است که پگه میرم مایده میکنیم میسونیم. ما یک 20 تا علمای سلف نومش که نقل میکنیم کتابی صفحه کتی که ابو حنیفه رحمه الله گفته است. اینا خیلی کلون کرده. بعد میبینیم که تکفیر میکنیم. تکفیر کردی یعنی خودت زلالت خودت است. همینجا تکفیر کردی یعنی زلالت خودت است. سند کتی. همین روایت هایی که تو میبیاری درباره ابو حنیفه استوتیب ابو حنیفه مرتين من الكفر و این است و اون است و غیره و غیره هم میشه سندن هر یک آدمی ضعیف شه از یاد میدونیم و تو به بیان میکنیم که این ضعیف این دروغ دین تو خوارج جاهل از چیزهای ضعیف گرفته شده است. تکفیر به ضعیف از گمان تکفیر کرده نمیشه. اگر ابو حنیفه بخوای نه اگر نخوای اگر انصاف داشته باشی مرد باشی استادات میبیاری و قطعی استادات درباره دیگر مسئله صحبت میکنیم. مسئله کفر شما خوارج، مسئله شرک شما خوارج، شما مشرع هستید، مشرک هستید،
شما شریعت وقت قاعده نو ساخته در آوردید و شریعت دیگر کردید مشرع شده مشرک شدید و شما الله تکذیب کردید شریعت الله قبول نکردید کافر هستید هم کافر هم مشرک هستید و اینو من اثبات میکنم شما بیارم علما چه هوته بنام علما چه چوجه چه هوته بیار اینجا به افغان چه هوره دهنش به لجوم قرآن و سنت زده سرد میتیم که منهج شما باطل است ظاهر که گرفته میشود ظاهر مسلمان حکمی ما دو نمود حکم داریم حکمی حقیقی مسلمان حکمی در اساس لا اله الا الله محمد رسول الله نماز است الله میدونه کی است حقیقت به الله میدونه ما هر کسی که لا اله الا الله گفت نماز خون مسلمان میدونیم و هم به دلیل نمیبریم بارونیده بارون بریم الله خور کنه شما را خوری جان درویشی گفتم که در عقلش هم درویش شما یعنی به بحث دعوت کرد دعوت بکید یک بار برای که در کمیونیتی و گپ زدن نمیشد ما دیدیم که کدام مراتبه که به صفحه اهل بدعت رفتیم وقتی که حجت ما به زورشون نمیرسه چیکار میکنن او دلیل کرده میپرتن خیلی که شما آخرین دفعه یک اویس گفتن یک بچه بود طالب علم گفته یک سپورت گفتن گمراه آذری من طالب علم آورم گفته یک ماه وایمه کرد کشوله کرد آوردم ما گفتیم که وعدتیه که ما میبرایم صحبت میکنیم به شرطی که خیانت نمیکنیم در آداب و رفتار و کردار معنیش وعده داد لیکن وقتی که او گریخت رفت ما دوریم میستیم ما رو دلیل کرد و پرست برای ما این خوینو به باور نمیکنیم برای چی؟ برای که پیامبر گفتن که لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مؤمن موحد از یک سوراخی دو بار گزیده نمیشد لیکن شما مردم دیدید که در همین گروه هایی که مسلمان ها اهل سنت و الجماعت هستند در کار شود 4 ساعت و 5 ساعت مناظره میشد صبر تحمل وقت کتی همه صحبت میکرد چه که شما یک چه دیدگی هستی صوفی و کتی 4 ساعت و چند منوت 52 منوت 5 ساعت بحث شده است 5 ساعت ما صبر کردیم خودش اخیرا خودش گریخته برفت در اخیر میستیم ما دلیل نمیکنیم لیکن وقت کتی بله نمیکنیم اینجا خرخونه نمیکنیم مثل جای خودت هنگوس نمیزنیم بسم الله حجت بیار 5 منوت تو 5 منوت من زیادم نه کمم نه 5 منوت تو 5 منوت من 5 منوت وقت خیلی زیاد است نرمال نه وقت است گاوزم 5 منوت من 5 گام میزنم کنی میبریم تو کی میری چیکار میکنی گپات همیشه میزنی حجت تو بیاری ما جواب میتیم حجت ما به تو جواب میتیم رفته هم میگیریم مردم خودش حق میفهمن میشه روزی باشی دروش چم بیو خوریجم بیو اوزریام بیو توغوتی حکومتیتم بیو مینیستم بیو کی بیاری بیو انا میگم ما حق بیان میکنیم ان شاء الله این یگون کبر نیست این یگون ریویا نیست این چیزی که هست این چیزی واقعیت گفتیم بارک الله فیکم کامنتار رو پوینه شاید مردم چیزی مینیسته که در دلش نویسد کنی دمی آوره گرانده کشیدیم بچه پوینه کامنتار باستگی نیست نه این ماشاءالله باستگی نمیشد نمی قورومی است میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته نسمی کشون باستگی دمی آوره گرانده کشید برادر الحمدلله برادر جزاک الله خیر استاد یک سوال بود یک دو سوال از یاد برادر است یک سوال که از خودم اگر اجازه باشد بفرمایید یک برادر سوال کردن که همین تاجرای هستن مالشون به یک نفر میتین میگن این مال ما را در فروش نرخ معین خودشون میگن لیکن میگن که مهم نیست که تو چند سو میفروشی مهم هم مبلغ معین کرده ما را بیابته در همین حالت همون انسان اگر از خودش پول دبافکا کنه و فروشت جایز است یا نه با بالای این معاش هم میگیرد از همون تاجر اگر او گفته باشد که چند فروشی مهم نیست لیکن هر چیزی که میفروشی به من بیار گفته باشد در این حالت او حق ندارد که زیادتر کرده فروشد یا کمتر کرده فروشد زیرا که او صاحب مال چی گفت چخیل میفروشی فروش لیکن پول به من بیار گفت این قیمت میفروشد یا ارزان میفروشد باید به صاحب مال برده گردانده تید برای که صاحب مال نگفت که یک مقدار معین فروش گفت که تستر چخیل نباشد فروش هر فروخته برده باید تید این درست نیست اما اگر صاحب مال گوید که فلان سوم برده فروش من به یا گوید که فلان سوم بیار تی از وی چقدر زیاد میفروشی خودت
برای خودت است. در این حالت درست است، جایز است که از وی زیادی فروختگیش بگیرد. بارک الله فیک. همین هدف همین است استاد که مثلا وی نرخ معین خشا میگذاره. بله. اگر نرخ معین گذارد هیچ باکی ندارد. نرخ معین گذارد میرود و از همون نرخ زیاد کش برای او است، باکی ندارد. مقصد استاد ما همینجا نفهمی در خدمت بود که مقصد که وی مال سرمایه گذارش همون تاجر است، من گفتم برای همین نفهمی بود. مثلا وی مال از پول خرید کردگی باکی ندارد. رأس مال از یک انسان است، لیکن میگه که فلان فروش به من بیارید، شما میبرید از وی زیادش برای شما است. این معروف است. جزاک الله خیر استاد. حیاک الله. سوال دیگر همین است استاد که من مغازه دهاز در همه بسیار از خوراک‌ها صورت‌های انسان است، صورت‌های حیوانات است. همین برادر سوال کنین جایز است اونجا خرید کرد؟ جایز است که انسان خوراک در کجای نباشد خرید بکند، به شرطی که یک مغازه مسلمان اگر باشد مسلمان مغازه ترک کرده دیگه جا نروید. موالات همین است که باید مغازه مسلمان بروید. لیکن اگر همه یک خیلی مغازه باشد رفته از کجا باشد گرفتن میگیره، لیکن اگر چه رسم داشته باشد، اگر بی رسم افته نتونه چیکار میکنه؟ رسم دارم میگیره. لیکن مشکلی رسم چی است؟ در خانه این رسم ها خیلی ضررش است. خانه به ملائکه داخل نمیشوند در دو حالت. چه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا يدخل الملائکه بیتا فیها کلب او لصوره. ملائکه ها به خانه داخل نمیشوند که در اون خانه سگ باشد یا که صورت باشد، رسم باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانهشون داخل شدند که به مادر من عایشه رضی الله عنها یک متاع نو، یک متریال نو را همینجا آوردگان، بولوشت کردگان، والله اعلم یک چیزی که کم کم صورتچوی پرنده دارد. پیامبر گفتند که اینا انزع بگیر، دروندن و بیرون کردن. صورت باید در خانه نباشد. لیکن مصیبت امروز همین است، خیلی چیز نگرفتید در این رسم وجود دارد. حرکت کنید که بی رسم بگیرید. لیکن اگر رسم داره گرفتید حتما مقاوش کنده باید یک پاکت موسوره است، یک چیز باید انداخته شود، پنهان کرده شد. بارک الله فیک. سوال خودم همین است. یک شخص صحبت کردن در باب اشعری و ماتریدی و گفت که همین اشعری و ماتریدی ها را ابن حجر اسقلانی تکفیر نکرده است. من درستی هم درباره ابن حجر اسقلانی معلومات ندارم. اشعری ماتریدی ها را ابن حجر اسقلانی تکفیر نکرده است؟ همین خیلی سخن گفت. ما ابن حجر اسقلانی اول خود ابن حجر اسقلانی کیست؟ گپ اینجا است. قسم از علما بالای ابن حجر اسقلانی اختلاف کردن. قسم از علما گفتن که اشعری بودن، قسم از علما گفتن که این اصول اهل سنت رو داشت لیکن اشعری نبود. ما هم میگیم که مثل که اشعری هایی که در همه باب اشعری بود، کلامی بود و این آن بود، ابن حجر اسقلانی مثل اونها نبود، لیکن خیلی بعضی سخنهای سخت درباره اسماء و صفات دارد. بالاخره در بدعت خیلی سخت واقع شده بود. برای همین ابن حجر اسقلانی خودی که در باب صفات مشکل دارد چگونه اشعری را تکفیر میکرد؟ تکفیر اشعری و ماتریدی از زمان سلف که پیش از پیدایش اشعری بود که عقیده جهمی مثل من عقیده اشعری است و اشعری ها از جهمی ها امروز بدتر هستند. سلف صالح کنند و بعد از این بعد از اشعری ها پیدا شدن. امام ابن القیم الجوزی میگن که ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان تبراني و غیر. بعد از این میگن و قبلهم الطبراني میگن 500 نفر از علما نام به نام اینها را تکفیر کرده. میگه اللالکی میگه 1000 علما را نقل میکرد. در کتاب ذم الكلام ابو اسماعیل الهروی الانصاری رحمه الله چند صد علما را ذکر میکنه نام به نام. و صاحب کتاب جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر نام این شیخ ایسان برآمد عصر هفت بود. اشاعره در حکمش خیلی اشکار واضح صحبت میکنه. ماتریدی اشاعره و ماتریدی این نام کتاب هست. صاحب مؤلفش بالاخره همین کتاب ببینید مؤلفش کی باشد همین انسان حضور نام شیخ فراموش کرده. جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر. بالاخره این چیز معروف است. ابن قدامه المقدسی، ابن تیمیه رحمه الله در کتاب تسعینیه و عبدالغنی المقدسی
و ابن بطه، ابن عبد البربهاري، ابن بطه، اللالكائي و غیره علما معروف و مشهور هستند. بارک الله فیک. الله خیر استاد. استاد همین کتاب های یک دو کتاب یک دو برادر سراغ کردن فتاوای همین ابن تیمیه را پرسیدن و ترجمه فارسیش همین برادرها اگر اون کس باشد اگر معلومات داشته باشن پیشنهاد کنم همین کتاب را پرسیدن برادرها. بارک الله فیکم. من از این چیز بیخبر هستم، کتاب فارسی در این باب بیخبر هستم. الله ایستون بکنه برادر. الله خیر استاد. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا. من سوال کردگیتش اجازه السلام علیکم. اگر شوهر زنی خودش به یک خاطر دیگر دختر یک طلاق کنه با دویم باره نیکا کرده گیرد با دویم باره سر تید که جواب دادم با دیده دیلش قرار نگرفته بگه 3 طلاق کردم. این چند طلاق میشه به یکی گفتگیش؟ یک طلاق کند یک شد. نیکا کرد با گرفت با دویم باره طلاق داد 2 تا طلاق شد. سر گیرد با دویم باره سر تید که جوابت دادم با بعد این دیلش قرار نگرفته با بگه 3 طلاق ده ای الله المستعان. 3 بار شد، 3 طلاق شد. اگر این واقع شده باشد 3 طلاق شد. برای که اینجا 3 طلاق نقل کرده است. یک مرد زنش طلاق میتید با نیکو کرده میگیره، یک طلاق اوجه برفت، با یک طلاق دیگر میتید با نیکو کرده میگیره 2 طلاق برفت و باز یک طلاق دیگر در آخر میتید 3 طلاق شد. اگر همین 3 بار همین چیز تکرار شده باشد. لیکن این مسئله این خیلی کوتاه نوشتن و این خیلی مسئله که حل نمیشد. اگر خودی همین صاحبی همین خط خودی شما باشد معلومه برای انیق کنید مسئله را، نه باشد این خط شما خیلی مختصر است، نامعلوم است، این مسئله حیات است، این خیلی چی بدن جمله معلوم نیست، فهمیده نمیشد، بالاخره مسئله مشکل است. میگه که عبدالله شیخ خانه حاضر داشته باشید صد ممکن. بله یک برای سوال کرده است که در همین مثلا مسکو و دیگه دولت‌ها کوفی مثلا هست مغازه‌ای که در اونجا مثلا هم عرق هستن هم نان مثلا کارتوشکا پیاز برادر میم صدا تبزه که فخص کرده است مثلا کارتوشکا برادر میگه که ما همینجا بریم کارتوشکا مثلا پیاز سبزی یگم آبهای مثلا میوانوک بخین در اونجا عرق هست برای ما جایز هست یا نه؟ البته که بهتر و افضلش همین است که شما از یک جای چیز خرید که در همون ده عرق خوک نباشد، افضل است. لیکن اگر همین خیلی چیز نباشد، اگر ضرورت باشد که شما از یک جای درآمده یک چیزی حلال خرید که چیزی حرام هم هست، در اینجا شما گناهکار نمیشید. بارک الله فیک. فقط ما این باب افضلیت گفتیم که عرق دیگر جو باشد از دیگر جو گرید بهتر است. لیکن اگر نباشد عادتا که خیلی مغازه ها خیلی کم است، خصوصا شبونگاه ها، شما ضرور که آب گیرید، تشنه هستید، در مغازه چیزهای حرام است، هیچ وقت نداره شما چیزی آبتون میگیرید حلال میگیرید میبرید. شیخ الله استوکات. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بله بابا. داملو سازی تنجی. سلامت باشین. بفرمایید. داملو ما درباره همین دعای استخاره بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. أنا كأهمجش اللهم إن كنت تعلم ولا أعلم إن كنت تعلم إن هذا الأمر همجة أنا إن كنت تعلم إجا گفت که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در پیشتر که انت علام الغیوب در اینجا این کنت تعلم همین حدیث رو سیگه من چند جاها گوش کردم از عبدالرحمن ابن خمیس از مقصد علمای عرب گوش کردم همین را هیچ تشریح مثال چیش نکردن فقط گفتن که اینجا شک نیست گذاشتن لیکن در کلام عرب وقتی که ما گراماتیک عرب میبینیم این برای مثال شرطه اگر بگیم که مثال شبهه در همون راویه که اگر تو بدانی مثال همین را بعد با از دیگه مثال نگاه کردیم از دیگه جاها از کی یکی از همون صادق شیعه ها چی میکنن که
امام شیعه های جعفر صادق. جعفر صادق یک روایت از او بوده است به همین یعنی که کلمه. خب در همین باره راستی گپ من خیال امیره گفتم خیلی با از یک طالب علمایی که مثال با از جهت دلیل قوی تر هستن یک سوال کنیم که همینجا مقصد چی باشه، مثلا میره یک شرح میدادیم. بارک الله فیک برادر عزیزم. البته در اینجا شک نیست، شک کردن در علم الله کفر اکبر است. الشک فی علم الله کفر اکبر، زیرا که ما باید به علم الله سبحانه و تعالی چگونه ایمان بیاریم که الله سبحانه و تعالی علام الغیوب است، عالم الغیب است، علمش. ما حدیث دیگر داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن ان الله كتب مقادير الاخلاق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. الله تقدیر همه انسان ها رو، هر چیزی که به او میشد و هر چیزی که از او دور میشد نمیشد، هر یک نفسش رو پیش از این که زمین و آسمان رو خلق کند 50,000 سال پیش از این خلق کرد. و بعد از این چقدر زمین در روی زمین ایستاد، بعد از این در روی زمین دیگر چیزها زندگی کرد، بعد از این جنها زندگی کرد پیش از انسان، و بعد از این انسان اومد و بعد از این بنش ما امروز اومدیم. یعنی زمین خیلی تاریخ زیاد دارد. الله سبحانه و تعالی پیش از زمین و آسمان میدونست که هر چیزی که میشد. برای همین اول این دعا خود شما گفتید که انت علام الغیوب اللهم اني استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك، مختصرتر در بعضی روایت‌ها انت علام الغیوب بالاخره جایی که میآید اینجا ثابت میکند که الله همه چیز داننده است. اما در ترجمه تحت اللفظی این مشکل است. ما در مدینه منوره وقتی که درس میخوندیم یکی از درس‌های ما همین بود که شیخ ما به ما گشته و برگشته فهماندنی میشود که مسائل شرعی رو به خصوص قرآن و سنت و دعاهایی که است در همه وقت فقط همین یک نمود لغتی که تو از یاد میکنی، این اگر کنت بدانید، این اگر این کنت تعلم، اگر تو بدانی، یعنی فقط شک بمیرد. فقط یک نمود همین لغت خودت دانسته که نکنی، برای که زبان عربی قاعده‌های گوناگون دارد. در بعض حالت انا همین برعکس به یقین دلالت میکنه، در بعض حالت یک کلمه معناهای یک چند معنا را در زبان عربی میده. بارک الله فیکم. لیکن هرگز این شک نباید گوید. هر کسی که این شک میگه به کفر داخل میشد. و من شکش نمیگم، لیکن در اسناد همین حدیث شاید گفتم یگان ضعف باشه، یگان چی باشه، به خاطر که پیغمبر خدا این مثال امام الموحدین شریعت خداوند به واسطه پیغمبر مثال با ما فرستاد، این مثال یک چیزی بسیار دور است از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که همچنین چیزی را حتی من شک هم نمیکنم. لیکن در معنی این گپ همین است که برادر عزیز، معنی این گپ همین است که این شک به علم الله نیست. این شک به علم الله نیست. الله 100% میداند. این شک من شما هست که ما نمیدونیم که همین کار خیر است یا شر است، لیکن الله میداند که این چیز خیر است یا شر است. بله از الله میطلبیم که بله اگر همین چیز در علم تو میدونی که تو میدونی اگر در علم تو همین کاری که میشد در آینده من کردنی هستم بد باشد، به من نصیب نکن و مرا از او و او را از من دور کن. و الله اگر انا همین چیز در علم تو خوب باشد و خیر باشد به من نصیب کن و به من نزدیک کن. فهمیدید؟ ما فهمیدم معنای حدیث و لیکن همین کلمه را در نکی روایتی که از جعفر صادق می شود در اینجا همین کلمه نیست. از همین جهت من نه این کلمه بودنش هیچ جور عوض نمیکند. این کلمه را بودنش هیچ جور عوض نمیکند، بلکه این جمله شکی نیست. این جمله شکی به علم الله نیست. این جمله شکی نسبت خود انسان به همون چیز نیک یا شرش است. چه همه علما رو میگن. همه علما میگن که این جمله دلالت میکند که انسان نمیداند که همون کار خوب است یا نیست. و معنای این جمله تحت اللفظی نباید ترجمه کرده شد که الله اگر تو دانی که، اگر گفته که چیزی میشه پرت توید. الله معناش همین است که الله در علم تو اگر بگوید هم اگر به الله، اگر تو دانی الله نمیگیم، علم الله به اگر نمیبریم. اگر در همون چی تعلق میتیم، همین چیزی که ما میپرسیم، ما میگیم که ای الله در علم تو همین چیزی که من طلب میکنم اگر شر باشد
تو میدونی، یعنی معنیش اینجا شک نه، یعنی اگر شر باشد که تو میدونی و من نمیدونم، همین از من دور کن. اگر خیر باشد که تو میدونی و من نمیدونم، به من نصیب کن. به همین معنی میاد این کنت تعلمو، به همین معنی که اگر تو دانی گفتنیگاه به این معنی نه که الله بعضی اولاد ممکن نمیدونه، اعوذ بالله، این عقیده کفر اکبر است، بلکه اینجا معنیش اگر همین چیز در علم تو بد باشد، تو میدونی که این بد است یا خوب است، اگر بد باشد از من دور کن، اگر نیک باشد به من نصیب کن. بارک الله فیکم. ماشاءالله. رحمتی کلام زبانگاه. سلام علیکم. شیخ الله استم که این چیز پاستگی اومد می؟ به من پرسید خصوصی به؟ نه اینجا این کامنتر میشه. حاضر ندیدم، حاضر کنی؟ بالا پرسید و گشتیم پرسید چون کردید ندیدم. نخون بست. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه این چون رب سبحانه و تعالی وصف کرده میشد با عربی الرحمن الرحیم و با فارسی خدای بزرگ و با ترکی سرکوی و همین گونه او سبحانه و تعالی یگانه است، اما نامگذاری که با او افاده میکنم بسیار است. این پارتستان یک خواهر من شاید والله الان پروپوزکات کردم مجموعه الفتاوی جلد 16 568 من تقریبا 20 صفحه خوندم، 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه عقبیشه و بعد پیشه همین گپا نیفتم، لیکن همین گپا همین گونه کردم که در اینجا گپ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به این دلالت نمیکنه که این اجازت دادن گفتن شه، بلکه گفتن که خیلی میگوند اما این مقصدشون الله هست، یعنی الله، لیکن در اینجا آخر شیخ یگون خیلی اجازت نیست که این مقصد گشته پرتوی چینجا به عربیش که هست یا نیستم عربیش که مشکلی می که عربی نیست شیخ، این توجیهی عربی نموشد ما دو به اعتماد نمیکنیم، بلکه ما اون چیزی که از شیخ الاسلام ابن تیمیه میدونیم همین است که شیخ الاسلام تیمیه میگن که کسایی که از عجم، کسایی که عرب نیستند و عجم هستند، دیگر زبان ها و زبان عربی نمیدونند، الله گوید و هو چخیلی که عرب یک بار میدوند که الله گرفته شده است از الیه یعله معلوه معبود، الله سبحانه و تعالی این معبود است و بر حق است و یگانه باید عبادت کرده شود، همین ما عجم نمیفهمد. عجم که نفهمید، انا همین برای عجم به غیر عرب بفهموندن ترجمه کرده فهمونید اول بکی انمین الله، انمین خیلی از هم ذات بزرگی که مثلا خلق کرده است و این است و اون است تفسیر کنید به زبان خودشون و همون نامی که خودشون همون میگویند انا همون خیلی بگوید و فهمونید و اما تمام انا که فهموندید بعد از این الله فهمید گفته الله گفته میگردد، گفتن درست است، اما این نه که شما جای الله و دیگر نام آورده مونید، تمام الله یک طرف به اعوذ بالله گیرون مونند و جای الله و دیگر کلمه بیاد، این خیلی نیست. شیخ الاسلام مقصد کت نگفت. بارک الله فیکم. در مورد دعوت کردن اویله کمتر صحبت میکردید، متاسفانه امروز بعضی از مردان موجود میخواهند زنهای خود را تعلیم توحید آموزانند ولی زنها روی سیاه شهوارشان را به طاغوتیان میسپارند. پناه به الله. مرد وقتی که به زنش میخواد که توحید آموزاند، زنش اینو برده به طاغوت میسپارد و زن نیست. اول زن جدا شوید برادرز. طاغوت بسپارد مسلمان نیست. وای بر حال این خیل زن. شرم بود به این خیل زن که شوهرش نجات این زن در این دنیا و آخرت میخواد، پاک دامنی این زن میخواد، لیکن این بدبخت میرد به طاغوت میسپارد. الله سبحانه و تعالی خودش کمک کند. سبحان الله. یک دو سوال بود داشتم اگه اجازه باشه. دو سوال نمی، یک سوال بده بیتی. همین اگه انشاءالله یک جا کار بمیریم همونجا نمیسون 200 نفر 300 نفر نماز جمعه میخونن جای کار خواننده همون اجازه هست خوندن؟ بله، اگر جماعت شود مردم زیاد 200 نفر باشند، جای نماز باشد و مردم جمع شده نماز خوانند اجازه هست. قول راجح همین است. اگرچه در این بابی نماز جمعه خواندن اختلاف خیلی زیاد است، یک کسی دیگر بروی ممکن نیست میگه، یک کسی بروی دیگر بروی بو هست میگه، لیکن بالاخره قول راجح همین است که وقتی که مردم جمع شدند یک جای نماز جماعت میخوندگی معین شد که هر هفته اومده جماعت خوانند، این درست است، جایز است.
یک خطبه کنن نماز جماعت شرط شروع کتاب فهمو برادر هزار رحمت الله بارش مبا من دیدی من ابو عبدالرحمن ما با چند نفر اومد آرامونه صحبت میکنن این محمد برادر من همین برادر که آرامونه صحبت میکنم شما هم بسیار دغلانه چی میکنید برای همون که من شما که بسیاری نافهمی میشد خیر الله خیر است ان شاء الله خیر است توحید ایمو توحید آموزید از پشت اینو از پشت آنو و این خیل گفت اون خیل گفت بسیار وقتی انسان میبرونن نوم اینه قیل و قال میگن پیامبر میگن انما هلك الذين من قبلكم بكثرة السؤال وقيل وقال وكثرة السؤال واذاعة المال بس یه چیز انسان های پیش از ما گذشته گمراه شده هلاک شده نابود شده رفت یکیش قیل و قال گفته شد این گفت و گفت اینجا رفتم همین گپ وقت همین خم میبروند که آدم نمیفهمد و سوال های بی معنی دادن سوال شما امروز به معنی بود لیکن بعضی آدم ها خیلی سوال های بی معنی میتیاد مثلا و پول مولا بیهوده صرف کردن یعنی اسراف کردن برای همون شما با یک نصیحتی بار دیگر میکنم وای گفت تو گفتی این گفت اون گفته پرتید لا اله الا الله که الله به خاطر زمین و آسمان خلق کرد لا اله الا الله که هزارها پیامبر الله سبحانه و تعالی به خاطر همین لا اله الا الله بیان کردن فرستاد لا اله الا الله که به خاطر لا اله الا الله زمین و آسمان خلق شد لا اله الا الله که به خاطرش جنت و دوزخ گذاشته شد لا اله الا الله که کسی که جاهل ماند کافر است کسی که عمیق فهمید جنت میرود و در روز قیامت شفاعت مییابد لا اله الا الله که کلید دروازه جنت است انا همین آموزید و اینم چیزی عادی نیست که یک کلمه که نیست خدا بجز الله که نمیشد کار حل نمیشد این خطا است غلط است نفهمید آموزید فهمید و این گپ هایی که این میگود و میگود به داخل نشوید این پایان ندارد تا روز مردن اگر شما من به مشغول شوید پایان ندارد درویش رود جای درویش رو دیگرش میبرد این خیلی مدام میگیرد مشغول شده رفتن میگیرد بهترین انسان کسی که خودش باید نجات بده خودت چه نجات میده علم توحید هداك الله فهموا ان شاء الله مع رحمت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوب هستین استاد سلامتون خوب است ان شاء الله الحمدلله برادر استاد همین سوال همین بود که در دارالکفر همین ذبح‌هایی که در سیخو میکنن اپرات خطی میگیرن سرشون همین حکمش چه حکمی ذبح هم میگیره استاد اپرات که گرفتن خیلی مسئله مشکل است اپرات که چه خیلی میگیرن یک اگرم تو بریده تیز میپرتد از اول تو خورش همه بله خیلی شماره زیاد خطی میبرن که استاد هست همین معروفه این مثلا نه اینه ببینید یعنی که مرغورا بیشتر مثلا در نظر دار مرغورا استاد نه مثلا مرغ دیگر است ببینید مثلا مرغ دیگر است بله مثلا غیر مرغ دیگر است سیخو با مرغی که کشته می شود از گردنش کشته شود اول آب جوش به انداخته و حرام نکشته لیکن همین با گردنش بریده کشته شود این درست است خوب گردنش کمی اگر اول کمی برید و اویزان ماند این بهترین است نبود و زیادتر بریدن باکی ندارد اما در مسئله حیوان های چرپایی که کلان است یک بار گردنش در سیخ یگون ارکت یگون چیز که تیز برد علما اختلاف میکنند و بسیاری از علما حرام میگن کله گوسفند یا مثلا گاو یگون چیزا یک بار بریده پختن درست نیست بریم در تاجیکستان ببینید اصحاب های مردم عرفی ما چه خیلی است بریده کمتر میمونند کله خیلی نصفش بریدگی میسد کمی میجنبه سونوش میبرد امام مالک میگن که کسی که یک بار گرفته تا آخرش میپرتد حرام مرد میگن اگرچه اختلاف است لیکن مسئله خیلی یک مسئله نازک است برای همین اما مرغ این دیگر مسئله دیگر چیز است خوردن همیو بعد استاد هم مرغ را جایزه یا که مسلمان بخوره استاد خیلی هم گونه کشته ذبح اگر یهود و نصارا کشته باشد این درست است جایز است خوردنش الله سبحانه و تعالی میگه و طعام الذين اوتوا الكتاب طعام اهل کتاب برای شما حلال است زیرا که اول طعامکم حل لهم و طعامهم حل لكم طعام شما بر وها طعام وها بر شما حلال است و بالاخره بارک الله فیکم اما اگر یهود و نصارا نباشد از دیگر ملحدین باشد به الها ملحد به دین به اله حرام است
یا غیر یهود و نصارا؟ استاد همو عبدالظاهر دایی را گوش کردیم. مسئله مرغا یخ زدگی که ای برزیل اومدگی میگه امر معروف هست. استاد زبسش میگه خیلی دلیلای زیاد دارم که حرامه. میگه او مسئله مرغا یخ زدگی میگه. مرغای یخ زدگی را ما این مسئله دیگر مسئله است. ما درباره یک سیخ گپ زده ایستادیم که اگر یهود و نصارا انا همینجا سری همین بریدگی باشد، اپرات کتی باشد هم دیگر باشد هم یهود و نصارا باشد، اگر ثابت شود که یهود و نصارا این نیست، این حرام است. من به شما برزیلی و امریکا نمیگم، من شما به منهج فهمیده شدم که هر سیخ دیدید که کشندش یهود و نصارا باشد خورد حلال است، لیکن من باب افضل نخورد بهتر است. هر جای دیدید که گوشتش یهود و نصارا نکشت و غیر یهود و نصارا کشت، یعنی مسلمان هم نیست، یهود هم نیست، نصارا هم نیست، دیگر است، ملحد است یا دیگر نمیدونم که از حرام است. این نمیشه منهج میگه. منهج که انسان بعد قاعده که عمل میکنه دیده حالت. فهمو شد برات؟ بارک الله فیکم. بله استاد فهمو شد. استاد همین نماز که پیش مجبوری میخونیم، ای روی خوف میخونیم، ای پیش یک مشرک یا که یک طاغوت پرست، همون را وقتی که گشته میخونیم فرض توقش خودمون میخونیم استاد. بله البته فرض توقش میخونیم، برای که شما سنت اگر خوندگی باشد فرض توقش میخونید، اگر سنت نخوندگی باشد سنت چه میخونید؟ پیش سنت بعد همیشه جوش میخونید. الله استرکنه استاد. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. استاد یک سوال بود. بفرمایید. همین مردم عادی مسلمانی که در یک شهر یک وی مسلمانشینه، فهمی همونها درباره طاغوت چگونه است؟ چگونه فهمیم که همون طاغوت چه خیلی شناختن یا که نشناختن؟ گشته سوال کسی یک بار گشته یک بار دیگر سوال دید. مردمی مسلمانشین در یک دیه در یک جایی هستند که مردمی مسلمانشین فهمی همونها درباره طاغوت، شناختی طاغوت، در شناختی طاغوت چگونه باید باشد که همون طاغوت چطور شناسن یا که وای باشد؟ بله مختصر سوال شما این است که شناخت طاغوت چگونه باشد، کفر ورزیدن به طاغوت چگونه باشد در یک منطقه. این اضافگی است، یعنی هر مسلمان چگونه باید طاغوت شناسد و چگونه کفر ورزد، همان گونه که الله سبحانه و تعالی در قرآن بیان کرد. این سوره ممتحنه آیت 4 است که صفت کفر به طاغوت رو الله در همینجا بیان کرد. الله سبحانه و تعالی میگه که قد كانت لكم اسوه حسنه، با تحقیق به شما الگوی نیکو است ابراهیم. همین ابراهیم چیکار کرد؟ انا میخل کنید میگه. ابراهیم چیکار کرد؟ کفر به طاغوت ابراهیم. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله. از دو چیز براءت خدا اعلام میکنه، از مشرکین و از کسایی که بگیم از مشرکین کسایی که شرک انجام میدن و از شرک، یعنی همین مزارها، قبرها و همین طاغوت‌هایی که خو خشک باشد خو زنده باشد از انسان‌ها، برای اینکه طاغوت میشد که یک چیزی بی جان باشد به مانند درخت و مزار و سنگ و قبر و اینا، و میشود که این طاغوت به مانند یک انسان باشد که مردم رفتن به سجده کنند و اینا اعوذ بالله عبادت کنند و در نزد صوفی‌ها به مانند یک انسان مرده باشد، یا این چنین طاغوت یک طاغوت معنوی باشد، طاغوت فکری به مانند مثلا دموکرات و غیره، که این یک قانون است البته اینم برآورده است، یا هم جایز گفتنش که یا بعضی از چیزهای معنوی به مانند ملیگرایی و غیره، اینا همش طاغوت است. انسان باید اینها را شناسد و از همینها دور شود، اجتناب کند و اهل همینها را تکفیر کند. انا همین است. و شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله صفت کفر بالطاغوت در زیر همین آیات آشکارتر کرده بیان کرده، گفتند که مسلمان چگونه از طاغوت حقیقتا چیزی که الله میخواد دور میشد. 5 چیز انسان باید اعتقاد کند. 3 چیز برای طاغوت، 3 چیز برای طاغوت، 2 چیز برای طاغوت پرست. نبینید 3 چیز برای طاغوت انسان باید
اعتقاد کند که همین طاغوت باطل است. یک چیزی باطل است، یک چیزی شیطنت است، یک کفر است و یک شرک است. توف بر این و از این دور میشد، اجتناب. بعد از این دومین چیز باید همین طاغوت ترک کند. شما فهمیدید که این طاغوت است، همین باطل بودنش اعتقاد کردید که همین قبر پرستیدنش باطل است، ترک کنید دیگه. همین گرد اطراف یک شرک میشن، نروید همینجا. یا همون شرکایی که معنوی است به مانند ملیگرایی و حکم کردن و غیره، نکنید این چیزها. از این دور شوید. ان تترکه، ان تعتقد بطلانه، اول اعتقاد میکنید که این باطل است، مخالف دین الله و رسول است، این کفر است و شرک است، و بعد از این تترکه، تجتنب و تترک، ترک میکنید، اجتناب میکنید، از این دور میشید. سومش ان تعتقد بطلانه و ان تتركه و ان تبغضه و تعادیه. باید بعد ببینی انا همون طاغوت ها رو و دشمنی کنی و تکفره و تکفیر کنی اگر این طاغوت ها زنده باشند. برای اینکه طاغوت های هست که زنده نیست و تکفیر کرده نمیشه، فقط جاهای بد میبینید، مزار و درخت و منطقه رو بد میبینید. یا اگر معنوی باشد همین کفر میدونید. اگر انسان زنده باشد تکفیرش میکنید. به مانند ساحر طاغوت است، کاهن طاغوت است، شیطان طاغوت است، کسی که حکم غیر الله میکرد طاغوت است. اینها رو تکفیر میکنید. انا کنون این انمین سه تا فقط برای طاغوت است. باطل میشوید، ترک میکنید، بغض و عداوت هم بعد میبینید و تکفیرش میکنید. و بعد از این دو تا دیگرش طاغوت پرسته. ان تبغض اهله و تعادیه. اهل طاغوت پرستا را باید بغض داشته باشید و دشمنی کنید. و بعد از این و ان تکفره و تکفیر کنید همین طاغوت پرستا را. همین چیز که کفر به طاغوت به وجود میاد. و همین است اصل دین. اصل دین همین است. همین کار نکرد دین به وجود نمیاد. برای ابراهیم علیه السلام رو ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم رو الله امر کرد فتبع ملت ابراهیم. ای محمد پیروی کن به ملت ابراهیم. الله گفت هر کسی که به ملت ابراهیم در همین اصل دین پیروی نکند این یک به عقل سفه نادان است. و ما یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفی نفسه. از ملت ابراهیم روی نمیگرداند، بیرون نمیشد مگر اون کسی که یک سفه است. این رو علما سفهیون میگن، به عقل نادان جاهل ها. معنای سخن این نیست که فقط ملت ابراهیم فقط در ابراهیم بود. همین حضرت آدم هم این چیز، این ملت همون اصل توحید در حضرت آدم علیه السلام، در نوح علیه السلام، صالح، هود و پیش از حضرت ابراهیم دیگر همه پیامبرایی که بودن بود. در ابراهیم و بعد از ابراهیم و محمد صلی الله علیه و سلم هم بود. و محمد صلی الله علیه و سلم اولوالعزم از همه بهترین پیامبر رو، لیکن الله امر کرد که پیروی از ابراهیم کنند. چرا؟ برای اینکه حضرت ابراهیم تا آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم از همه زیباترین شده. انا همین توحید خیلی هم زیبا تحقیق کردن از همه جانبش. از همین جهت الله خیلی از عمل ابراهیم خوشش آمد و پیامبر رو امر کرد که مثل ابراهیم تو هم تطبیق کن همین امری که من به تو کردم. زیرا که اولین امر و بزرگترین امر به محمد صلی الله علیه و سلم توحید بود و این توحید نمی خودش دو رکن دارد که نفی است و اثبات است، کفر بالطاغوت و ایمان به الله. و نمونه همین را به پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از امر الله نمونه را نشون داد که ابراهیم ببین چیکار کرد. انا میخوام حالا که ملت گشته و برگشته در همه پیامبران همین چیز بود، همین کاری که ابراهیم کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام با همون شاگردانشون چیکار کردن؟ قومشون نمرود و دیگر مشرکینی که بود پرست بودن و اینها گفتن که این براء منکم، ای قوم ما، ای مشرکین، ما از شما براءت میکنیم. براءت یعنی چی؟ بعد دیدن، تکفیر کردن، بغض، عداوت، همین دو چیزی که صفت کفر بالطاغوت است. همین است دو صفت کفر بالطاغوت، براءت. درون براءت به بعد دیدن و بغض کتی، عداوت و تکفیر داخل میشه. یکم از طاغوت پرستو
کمال کفر به طاغوت، کمال برآورد یکم از طاغوت پرستو کردن. و بعد از این گفتن که و مما تعبدون من دون الله، و برای خدا از آن چیزی که غیر الله عبادت میکرد، از همین طاغوت‌هایتان بود و مانند بت‌هایی که شما دارید اعلام میکنیم. نمرود هم به مانند فرعون خودش اله اعلام کرده بود، مردم اینو قبول میکردن همچون اله بعضش. اینا گفتن ما به اینا کفر می‌ورزیم. و بعد از این یعنی معنای سخنشون چی است؟ یعنی همون الههایی که شما گرفتید ما اون باطل میگیم، ما یک بغض عداوت داریم، ما با یک کفر و ضلالت و گمراهی و تکفیرش میکنیم. و بار دیگر گشته تکرار کردن کفرنا بیکم. بعض از علما میگن کفرناکم، ای ما شما رو تکفیر میکنیم. جای دیگر به علما میگن کفرنا بدینکم، ما به دین شما که دین باطل است، غیر دین اسلام است، غیر دین تسلیم است، ما کفر ورزیدیم. دین باید دانید که دین ما اسلام است، دین یهود دیگر دین است نگوید. دینی همه پیامبران یک دین بود. دین به نام یهودی نصرانی گفتن دین وجود ندارد. دین همه پیامبران یک دین بود، نامش اسلام بود. این اسلام عام، چیزی که الله میگه ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما همه امت به پیامبر فرستادیم که پیامبران یک کار میکردن، دعوت میکردن که الله عبادت کنید، اجتناب از طاغوت کنید. و در دوامش گفتن که و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء حتی تؤمنوا بالله وحده. و بین ما و شما ای مشرکین عداوت ظاهر شد تا زمانی که ایمان نوارید. ما به شما موالات نمیکنیم، ما به شما موالات نمیکنیم، دوستی نمیکنیم تا زمانی که ایمان نوارید. این از کفر بالطاغوت. صفت کفر بالطاغوت هم اونجا ذکر کرد. و الله سبحانه و تعالی آشکار و واضح بیان کرد در قرآن، شرط مسلمان شدن بیان کرد. گفت که تو مسلمان نمیشوی تا زمانی که دو چیز به وجود نیاوری. اولش کفر بالطاغوت، دومش ایمان به الله. حتی اولین فرضی که الله به بنده کرد کفر بالطاغوت است. چرا؟ برای که طاغوت پرستی این به مانند تصور کنید که یک ستیل آب دارید. طاغوت پرستی این در درون همین ستیل یک نجاست است. بالای همین نجاست به آورده آب چشمه، آب تازه ریختن گیرید هم، اگرچه آب زیبای آورده درون این ستیل بریزید هم، در درون این ستیل که نجاست بود چی میشود؟ آب تازه ریخته‌تون هم باز نجاست، حکم نجاست گرفتن میگیرد. قلب انسان وقتی که معلق به طاغوت است، ایمان به الله آوردنش قبول نمیشد. همان وقت ایمان به الله آورده شما قبول میشد که قلب شما پاک از طاغوت باشد، معلق به غیر الله نباشد. برای همین اول الله قلب شما را امر کرد که قلبت پاک کن، یعنی از دیگرها قلبت کن، عبادت های دیگر، اطاعت های دیگر، محبت های دیگر ترک کن. قلب پاک شد، یعنی قلب پاک و بعد الله قبول کن. بمانند این که از این طبقت نجاست اول پرت تا یک طرف به اول طبقت تازه کرده شو، بعد از این در درون این طبق آب تازه ریز. طبقی که در درونش نجاست و افلاسی است، بالا این به آب ریزی، آبم با نجاست حکم میگیرد. قلبت به مانند یک طبق است، اول پاک کن بعد ایمان بیار. اگر ایمان آوردن به الله بگویی لیکن درون قلبت باز طاغوت به معلق است، ایمان تو قبول نیست، به مانند طبقی که نجاست بود آب پاک ریختی. برای همین ما میگوییم که امروز این قبر پرستایی که هستند، گوناگون فرقه ها، اینها ایمان به الله نآوردند، برای که اینها اول کفر بالطاغوت ندارند. اول الله سبحانه و تعالی نگفت فمن یؤمن بالله و یکفر بالطاغوت، نگفت. الله گفت فمن یکفر بالطاغوت، شرط ذکر، هر کسی که کفر ورزد به طاغوت و یؤمن بالله و ایمان آورد به الله، بعد از این انمین آدم چنگ به لا اله الا الله زد، بعد از این لا اله الا الله به قبول کرد، بعد از این اهل لا اله الا الله شد، فقد استمسک، به تحقیق چنگ زده از اهل عروة الوثقا شد. عروة الوثقا یک ریسمان آهنینی که سنگ بر این است، کنده نمی شود هرگز. این کدوم ریسمان؟ لا اله الا الله است. عروة الوثقا لا اله الا الله است. اما افسوس که مردم اصلا نفهمیدن، اصلا نفهمیدن. و بعد از این در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی میگه
والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرا، آنهایی که اجتناب کردند از طاغوت، از عبادت کردن طاغوت اجتناب کردند. اجتناب چیست؟ اجتناب از همون چیز خودتون دور گرفتن و همون باطل دانستن و همون ترک کردن و عبادت الله بودن اجتناب است. آنهایی که از طاغوت پرستی دست کشیدند، طاغوت پرستی را یک طرف ترک کردند و طرف حق بودند. و انابوا الی الله، انابوا الی الله یعنی بازگشت به سوی الله کردند. لهم البشرا، انامینها و بشارت است و بشر عباد. دعوتگرها بشارت دید شما سخنهای سخت نزنید، شما جنت هم خبر تید. میگد بله جنت هست برای کسایی که اجتناب از طاغوت کردند و ایمان به الله آوردند. باز این آیت هم شرط باز ذکر کرد الله. بشارت، نجات، سعادتمندی. بشارت یعنی رضاگی الله، نجات، سعادتمندی و جنت. این بشارت است. بشارت یعنی خیلی بشارت های خوبه ما به این انسان میتیم. کدوم انسان؟ انسانی که اجتناب از طاغوت کرد و ایمان به الله آورد. برای همین باید طاغوت شناسی. اول طاغوت نشناسی چه خیلی اجتناب میکنی؟ طاغوت چیست؟ علما به عباره های گوناگون معنای طاغوت در اصطلاح عقیدوی شرعیش بیان کردن. امام مالک رحمه الله گفتن کل ما عبد من دون الله و هو راض، هر چیزی که غیر الله عبادت کرده می شود و او راضی است. عبادت چیست؟ از این رو که باید عبادت فهمی. عبادت فهمی بعد از طاغوت پرستی خودت دست میکشی. عبادت طاغوت به انجام نمیدی، غیر الله عبادت نمیکنی. عبادت باید فهمی. عبادت چیست؟ یک اسم جامع است. کلمه عبادت اسم جامع است، اسم خیلی جمع است، اسم جنس است. بعضی رو میگن به همه اون چیزی که الله دوست می‌دارد و از همه خوشش میاد راضی است، همین عبادت است. عبادت اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من اعمال او اقوال ظاهره او باطنه. هر یک عملی که تو ظاهر میکنی یا باطن میکنی، هر یک سخنی که سخن ظاهری یا باطنی است، همین عبادت است. فکر و اعتقادی که داری عبادت است. سخنی که میگویی عبادت است. عملا به کسی از کسی سخت میترسی، کسی رو دوست میداری، به کسی توکل میکنی، عبادت است. ظاهرا سجده و رکوع اطاعتی که میکنی عبادت است. همین عبادت غیر الله به انجام ده، پس همون کسی تو طاغوت گرفتی. غیر ممکن طاغوت نیست، لیکن تو به طاغوت گرفتی. خودت از جن سخت ترسیدی، اینقدر سخت ترسیدی که از جن طلب کمک کردی، جن پرست شدی. از جن طاغوت گرفتی، طاغوت پرست هستی. ساحر به باور کردی، رفتی ساحر غیب میدوند گفتی. از این عبارت که علم غیبی که الله بود به غیر الله داده و به سر طاغوت گرفتی. در اطاعت به یک انسان اطاعت اینقدر سخت کردی که او توی امر کرد به ضد دین الله، تو هم به اطاعت کردی، بر ضد دین الله اطاعتش کردی، تو هم طاغوت گرفتی. بعضی امروز پدر مادر طاغوت گرفتن که پدر مادرم نماز نخوان، گفت نمیخونم زیرا که رضاگی الله در زیر رضای پدر مادر است. میگه پدر مادر داخل ضد الله حکم کرد، چگونه اطاعت میکنی؟ پدر مادر تا از الله بالا گرفتی، طاغوت شد پدر مادر. پدر مادرت همون وقت سخنش قبول است که موافق سخن الله، ضد سخن الله نباشد، موافق سخن الله باشد. یا حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکنه، اطاعت کردی، طاغوت پرست شدی. طرفداری کردی، طاغوت پرست شدی. لشکری شدی، طاغوت پرست شدی. تو مسلمان نیستی، زیرا که اطاعت این عبادت است. برای من الله گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، گفت اطاعت الله و رسول کنید. و اولی الامر منکم، اولی الامر علما و امیرها را در شرطی که پیامبر گفتند علما و امرا سخنش موافق سخن الله و رسول باشد، بعد اطاعت میشد. نمیشد اینم طاغوت پرست است. در محبت کسی رو اینقدر دوست داشتی غلو کردی، طاغوت پرست شدی. در محبت اطاعت اینقدر محبت کرده، غلو کردی که بالاخره رفته در قبرش طواف کردی. از محبت درجه الهی برآوردی، بالاخره مشرک شدی. چطوری که الله میگه و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. از مردم کسانی هستند که خودشون یک غیر الله شکار گرفتن، انداده گرفتن و دوست می‌دارند غیر الله به مانند الله. اینها هم طاغوت پرست شدند. پرستی طاغوت پرستی، ملت پرستی طاغوت پرستی، حکم غیر الله طاغوت پرستی. زیرا که الله خودش گفت حکم غیر الله طاغوت، یریدون ان یتحکموا للطاغوت.
بعد از این طاغوت که شناختی از همین ها باید دور شوی، بعد اسلام تو به وجود میاد. همه این حجت به چی است؟ حجت به تعلیم دارد. بدون آموزش، بدون گوش کردن، بدون تعلیم دین به وجود نمی آید، مسلمانی به وجود نمی آید. بله مسلمانی با گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله که معناش فهمی، همین نطق کنی و همین قبول کنی، مسلمان. نماز بعد از این خونده گردی لا اله الا الله محمد رسول الله نماز خونده گردی که مسلمان شدی. در نزد ما تو مسلمان میگیم، لیکن تو در نزد الله مسلمان هستی یا نیستی؟ همون وقت مسلمان شدی که کاملا به درونت هم به بیرونت هم از طاغوت دور شدی. برای همین دو نوع مسلمان است، مسلمان حکمی و مسلمان حقیقی در باب اسما و احکام. مسلمان حکمی کسی است که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، ما ظاهرا مسلمان حکمی دیم در باب جنازه، سلام علیک، سیله رحم، میراث، حکم اسلام میدیم. لیکن والله اعلم این الله میداند که روز قیامت کی است. با مانند منافقین که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن حکمشون مسلمان است، لیکن روز قیامت حکم باطن الله حکم میکنه. لیکن در این دنیا هم مسلمان حقیقی دیدن ممکن است یا نیست؟ حتی بشارت به جنت دادن و ندادن این مسئله به علما خیلی صحبت کردن. علما میگن یک انسانی که به مانند احمد ابن حنبل عقیده اهل سنت داشت، به خاطر عقیده وفات کرد، همه عقیدش به جزئیاتش معلوم بود، بله این ما مسلمان حقیقی میگیم. و بعض از علما گفتن که این خیلی انسان اگر مرد بشارت به جنت دادن درست است، گفتن ان شاء الله اهل جنت است، گفتن درست است. برای چی؟ برای اینکه عقیدش موافق همون قرآن بود و الله گفت که هر کسی که عقیدش موافق قرآن است جنت است. اما یک آدمی که فقط لا اله الا الله شدیدی، نماز شدیدی، این از اهل جنت ان شاء الله یا این چی است، این الله میداند، میگی ان شاء الله خیر است، میگی میمونی. برای اینکه این عقیدش تو نمیدونی، این حکمی است حقیقی. این خیلی نازکی وجود دارد. بارک الله فیکم. و با همین من وقتم به پایان رسید. برادرهای دیگر طالب علم صحبت بکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.